نظریه‌های همزیستی ممکن است در نهایت معلوم شود که ادیان گونه‌ای از همزیست‌های فرهنگی هستند که دلیل بقایشان جهش از یک انسان میزبان به انسان دیگر باشد. شاید هم همیار باشند. آنها با همیاری خودشان سازگاری انسان را تسهیل می‌کنند و حتی مانند باکتری درون شکم زندگی را برایمان میسر می‌سازند. یا شاید هم پرورد یا هم سفره ما باشند، یعنی خنثی هستند، نه خوب و نه بد، ولی در کنار ما در این مسیر همراهمان هستند. یا شاید هم انگل باشند، باز تولیدگران مضری که بدون آنها شرایطمان بهتر می بود، یا حداقل تا آنجا که به منافع ژنتیکیمان برمیگردد شرایطمان بهتر می بود. ولی در این حال حذف این انگل‌ها دشوار خواهد بود، چون طوری تکامل یافتند که بتوانند به خوبی در مقابل سامانه دفاعی بدن ما مقاومت و همچنین زاد و ولد خود را تسهیل نمایند. می توانیم انتظار داشته باشیم که انگل‌های فرهنگی به مانند انگل‌های میکروبی از هر سامانه‌ای که قبل از ورود آنها وجود داشته و حال به دست آنها افتاده سوء استفاده می نمایند. مثلا عمل عطسه در درجه اول راهی است برای تخلیه حفره‌های بینی از عوامل محرک بیرونی، ولی وقتی یک میکروب باعث عطسه می شود مشخصاً ذینفع اصلی فرد عطسه کننده نیست، بلکه آن میکروب است که از این طریق انرژی فراوانی را به دست می آورد تا به حوالی پرتاب شود و در آن فضا به این امید باشد که سایرین او را به درون بدن خود جذب نمایند. انتشار میکروب‌ها و انتشار انگاره‌ها ممکن است هر دو از مکانیزم‌های مشابه بهره ببرند. به طور نمونه خواست و اشتیاق شدید و غیرقابل کنترل برای بهره‌مندسازی سایرین از قصه‌ها و سایر بسته‌های اطلاعاتی. البته این عملیات بهره‌مندسازی از طریق سنت‌هایی از قبیل طول مدت، فشردگی و تکرر ملاقات با سایرین که میزبانان احتمالی آتی خواهند بود، تسهیل می‌گردد. وقتی به دین از این زاویه می‌نگریم، پرسش چه کسی ذینفع است به میزان شدیدی تغییر می‌کند. حالا این ما به عنوان گونه بازتولیدگر انسان خردمند نیستیم که سازگاریمان به وسیله دین تسهیل شود، بلکه این سازگاری خود دین است که تسهیل می شود. در این نظریه دین یک عضو خود بازتولیدگر و تکثیر کننده از دسته همزیستان است که نام علمی آن کولتوس ریلیجیوسوس یا همان فرهنگ دین می باشد. شاید دین یک همزیست باشد چون میزبان خود را مستقیما منتفع می سازد و شاید هم یک انگل باشد چون میزبان خود را شدیداً به درد و رنج واگیرداری مبتلا می سازد که باعث می شود میزبان آنقدر ضعیف شود که قدرت مقابله برای جلوگیری از گسترش انگل را از دست بدهد. مهمترین نکته در آغاز این است که بدون انجام پژوهش عینیت‌گرایانه نمی‌توانیم تعیین کنیم کدام یک از این دو حالت احتمال بیشتری دارد که صحیح باشد. احتمالاً به زعم شما دین خودتان بی خطر به نظر می‌رسد، ولی ادیان دیگر سمی هستند و موجب آلودگی پیروانشان می‌شوند. البته در نظر داشته باشید که ظواهر امر ممکن است گمراه کننده باشد. شاید دین منافعی را برایشان به ارمغان می آورد که شما هنوز درک نمی کنید و شاید هم دین خودتان به طرقی در حال آلوده ساختن شماست که هرگز پی به آن نبرده اید. واقعاً به عنوان فردی از داخل نمی توانید قضاوت درستی داشته باشید. انگل‌ها به این صورت عمل می کنند. به آرامی، بی سر و صدا و تا زمانی که لازم نباشد میزبان خود را اذیت نمی کنند. اگر فرض کنیم که برخی ادیان انگل‌های فرهنگی باشند، می توانیم انتظار داشته باشیم که خود را به طرز موذیانه‌ای استتار کنند تا ماهیت اصلی خود را از میزبانانشان بپوشانند، چون با این روش است که انتشار خود را توسعه می بخشند. این دو دسته نظریه یعنی دلپذیری و همزیستی منحصر به فرد نیستند. همانطور که قبلا در مثال مخمر پس‌دهنده الکل ملاحظه کردیم، انواعی از حالات مختلف همزیستی وجود دارند که در واقع می توانند ترکیبی از چند پدیده در قالب یک مجموعه باشند. شاید هم یک نیاز یا آتش اولیه به وسیله همزیست‌های فرهنگی مورد بهره برداری و استثمار قرار گرفته و این همزیست‌های فرهنگی هم شامل اشکال همیار هستند و هم شامل اشکال انگلی. ممکن است یک همزیست نسبتاً بی خطر و بی آزار تحت شرایطی به یک عامل مرگبار و واگیردار جهش پیدا کند.
به مدت 2000 سال افراد بر این تصور بودند که سایر ادیان شکلی از مرض و بیماری هستند و افراد مرتد اغلب به روزگار گذشته به دیده مصیبتی می‌نگرند که از شر آن نجات یافتند. ولی به مجرد اینکه به دین به چشم یک همزیست فرهنگی بنگریم، رویکرد تکاملی این امکان را به ما می‌دهد تا سناریوهای مثبت و منفی بسیاری را در نظر داشته باشیم. همزیست‌های دوست در همه جا حضور دارند. بدن شما از 100 تریلیون سلول تشکیل شده است که 9 عدد از هر 10 عدد آن سلول انسانی نیست. رجوع شود به هوپر و سایرین 1998. بسیاری از این تریلیون ها مهمان میکروسکوپی یا غیر مضر هستند یا مفید. تنها باید نگران یک اقلیت محدود از آنها باشیم. بخش زیادی از همین اقلیت محدود به واقع مددکاران ارزشمندی هستند که ما از مادرانمان به ارث برده‌ایم و بدون آنها بی‌دفاع خواهیم بود. این وراثت ژنتیکی نیست. برخی از آنها از طریق جریان خون مستقیم بین مادر و فرزند انتقال پیدا می‌کنند و برخی دیگر از طریق تماس‌های فیزیکی و در معرض محیط پیرامون قرار گرفتن جابجا می‌شوند. با وجود اینکه یک مادر جایگزین یا اجاره‌ای در وراثت جنینی که در رحمش قرار گرفته نقشی ندارد، ولی در انتقال مجموعه عظیمی از باکتری‌ها که تا پایان عمر با آن جنین خواهند بود، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. همزیست‌های فرهنگی یا همان انگاره‌های مشابه با حالت فوق ذکر از طرق غیر ژنتیکی به فرزندان منتقل می‌شوند. صحبت به زبان مادری، آواز خواندن، مؤدب بودن و بسیاری دیگر از مهارت‌های اجتماعی از طریق فرهنگی از والدین به فرزندان منتقل می‌شوند. بچه‌هایی که از نعمت این نوع منشأ ارثی محرومند اغلب عمیقاً ناتوانند. عموماً رابطه والد فرزندی به عنوان راه اصلی در انتقال دین شناخته می‌شود. بچه‌ها با زبان تکلمی والدینشان بزرگ می‌شوند و تقریباً در کلیه موارد با همان دین والدینشان شناخته می‌شوند. چون دین امری ژنتیکی نیست، این قابلیت را دارد که به صورت افقی به غیر اولاد منتقل شود، ولی در اکثر موارد این گرایش دینی نقش جزئی را ایفا می‌نماید. در گذشته نوعی تقدیر احمقانه از همین امر منتج به ایجاد برنامه‌های بهداشت دینی نسنجیده و بیرحمانه گردید. اگر با در نظر گرفتن جمیع جهات فکر می‌کنید که دین یک خصوصیت بدسرشت از فرهنگ انسانی است و نوعی بیماری دوران بچگی به حساب می‌آید که عوارض طولانی مدت خودش را به همراه دارد، سیاست بهداشت عمومی برای مقابله با آن به شکل سیاسی بسیار شدید و در عین حال ساده خواهد بود. این سیاست در مقیاس وسیعی در اتحاد جماهیر شوروی آزمایش گردید و تبعات سنگینی را به بار آورد. بازگشت دین در روسیه مشترک المنافع نشان از این واقعیت دارد که دین نقش‌ها و تدابیری برای اجرا دارد که آن نگرش ساده انگارانه اتحاد جماهیر شوروی هرگز خواب آنها را هم ندیده بود. نوع کاملا متفاوت دیگری از امکان تکامل از طریق نظریه‌های انتخاب یا گزینش جنسی قابل توصیف است. شاید دین به مثابه سایبان یک مرغ سایبانساز باشد. مرغ‌های نر سایبانساز وقت و تلاش زیادی را صرف ساختن و تزیین سازه‌های پیچیده‌ای می‌کنند که به منظور تحت تأثیر قرار دادن مرغان ماده طراحی شدند و این مرغان ماده فقط وقتی که به دقت سازه‌های رقیب را بررسی نمودند جفت خود را انتخاب می‌نمایند. این نمونه از انتخاب جنسی خودجوش است که زیرگونه‌ای از انتخاب طبیعی به شمار می‌آید. در این امر نقش محوری انتخاب توسط جنس ماده گزینشگر ایفا می شود. سلایق و ترجیحات این مرغان ماده ممکن است در طی نسل‌ها مانند یک گلوله برفی به توقعات به خصوص و پرزحمتی تبدیل شده باشد که مشابه آن را در هوسبازی طاووسان ماده نیز مشاهده می‌نماییم. این هوسبازی موجب می شود تا طاووس‌های نر دم‌های خارق‌العاده و گاهی اوقات دم‌های به شدت پردردسر و بدقواره خود را در معرض دید قرار بدهند. جهت برخورداری از دیدگاه کاملتر به نگارش کرونین 1991 رجوع نمایید. رنگبندی روشن پرندگان نر بهترین نمونه پژوهش شده در بحث انتخاب جنسی است. در این نمونه‌ها تمایلات اولیه از قبیل ترجیح رنگ آبی به رنگ زرد در پرنده‌های ماده وجود دارد و این ترجیحات با مشاهده رنگ آبی در موجود نر تقویت می‌شود.
پس هرچه آبی‌تر بهتر. اگر در یک جمعیت مجزای این گونه جانوری اکثریت جنس ماده زرد را به آبی ترجیح می‌دادند، آن وقت انتخاب خودجوش به گونه‌های نر زرد رنگ درخشان منتج می‌شد. هیچ چیزی در طبیعت وجود ندارد که باعث شود آبی از زرد بهتر باشد و یا برعکس. تنها عامل تعیین کننده در این میان ذائقه جنس ماده است که هرچند تصنعی ولی نیروی انتخابی قدرتمندی را اشاعه می‌دهد. چگونه امکان دارد چیزی مانند فرایند انتخاب جنسی خودجوش افراط و گزافکاری دین را رقم زده باشد؟ فقط ظرف چند روز. اول اینکه ممکن است وقتی صحبت از خصوصیات روانی تسهیل کننده دین به میان است، انسان‌های مؤنث روش انتخاب جنسی مستقیم را برگزیده باشند. شاید آنها انسان‌های مذکری را می‌پسندیدند که نسبت به موسیقی و برگزاری مراسمات احساس بیشتری از خود نشان می‌دادند. در نتیجه این نوع سلایق به تدریج به گلوله‌های برفی بزرگی تبدیل شدند که گرایششان به سمت حس شیدایی پرتب و تاب بوده است. زنانی که چنین ترجیحاتی داشتند نیازی نبوده تا متوجه چرایی این موضوع باشند. شاید فقط یک هوس یا ذائقه ناخودآگاه شخصی که موجب شده تا چنین گزینشی داشته باشند در کار بوده است. ولی اگر جفت‌هایی که این زنان انتخاب نمودند از قضا مهیا کنندگانی بهتر و مردانی وفادارتر باشند، در نتیجه این ترکیب از مادران و پدران نسبت به سایرین گرایش بیشتری به فرزندآوری خواهند داشت و در پیامد آن حساسیت و توجه به مراسمات دینی و ابراز علاقه به این نوع کارها بیش از پیش گسترش پیدا خواهد نمود. البته حالت دیگرش این میتواند باشد که تعداد بیشتری از زنان از آن نوع هوس خاص برخوردار بودند و بنابراین آن هوس نوعی مزیت انتخابی به حساب می آمده است. بنابراین فرزندان ذکوری که آن حساسیت و توجه متداول را نسبت به مراسمات نداشتند از طرف جنس مؤنث نادیده گرفته می شدند. و اگر نمونه غالب مؤنثی با تاثیرگذاری بالا در گذشته وجود می داشت که بی هیچ دلیلی به مردانی که در زمان بارش باران بالا و پایین می پریدند علاقه می داشت، الان ما آقایان هر وقت که باران می بارید نمی توانستیم روی صندلی بند شویم. زنان ممکن است در این احساس علاقه ما به بالا و پایین پریدن زیر باران با ما سهیم باشند یا نباشند، ولی آنچه مسلم است این خواهد بود که چشمانشان به دنبال مردانی خواهد بود که زیر باران بالا و پایین میپرند. این مفهوم ضمنی فرضیه کلاسیک انتخاب یا گزینش جنسی است. این ایده که استعداد موسیقی راه شاهانه‌ای برای در آغوش کشیدن یک زن است مطمئناً به نظرمان آشنا میرسد. این ایده با در برداشتن عاملی در بطن خود شاید باعث فروش 1,000,000 گیتار در سال شود. شاید نوعی گرایش باشد که به صورت ژنتیکی انتقال می‌یابد و در مسیر این انتقال دچار انحرافات چشمگیر در جامعه آماری خود می‌گردد. ولی در عین حال بایستی متشابهات فرهنگی انتخاب جنسی را نیز از قلم نیندازیم. جشنواره‌های مبادله هدایا در میان سرخپوستان شمال غربی آمریکا و کانادا خیره کننده است. اجرای مراسماتی با سخاوتی مثال زدنی که در آن افراد با همدیگر بر سر اعطای بهترین هدایا حتی تا سرحد نابودی پیش می‌روند. بازخورد مثبت مخاطبان به عنوان عامل تشدید کننده این رسومات نشان دهنده رگه‌هایی از شباهت این مراسم با دم طاووس نر و شاخ گوزن‌های ایرلندی است. پدیده‌های اجتماعی درگیر نیز تصویری از یک مخروط مارپیچی فزاینده از رقابت‌های اساساً تصنعی و گزاف را در ذهن ترسیم می‌کنند. بال عقب اتومبیل‌ها در دهه 50، مد لباس و ظاهر نوجوانان، نورپردازی‌های خیابانی زمان کریسمس فقط برخی از مواردی هستند که به آنها پرداخته شده است. برای بیش از 1,000,000 سال نیاکان ما تکه سنگ‌های بیضی شکلی را به عنوان چاقو یا تبر دستی کوچک می‌تراشیدند که به ندرت نشانه‌ای از کندی و ترک در آنها یافت می‌شد. مشخصاً نیاکان ما وقت و انرژی زیادی را صرف ساخت این مصنوعات می‌کردند و البته اینکه الگوی به کار رفته نیز در طول اعصار دچار تغییر خاصی نگردیده است. مقادیر زیادی در حد صدها یا هزاران نمونه از این شیء یافت شدند. میچن 1996، تامس وین باستانشناس 1995 طی اظهار نظری اعلام نموده که تأکید بر شگفت‌انگیزی و پیچیدگی تبرهای دستی در قیاس با محصولات فرهنگ مدرن دشوار است.
در کلام باستانشناسی این مطلب را زیست ساخت نامگذاری نمودند و همین کار الهام بخش یک نویسنده مطالب علمی به نام مارک کوهن 1999 شد تا فرضیه جالبی به ذهنش برسد. باستانشناسان سنگ‌هایی را که به نظر ساخته دست بشر می‌رسند ولی در واقع اینطور نیستند را زمین ساخت می‌نامند. در واقع زمین ساخت‌ها نتایج اتفاقی حاصله از برخی فرآیندهای زمین شناسی هستند. کوهن معتقد است که این تبرهای دستی به آن اندازه که زیست ساخت هستند، بشر ساخت نیستند. بیشتر شبیه سایبان یک مرغ سایبانساز تا تیر و کمان یک شکارچی. در واقع این تبرها در اثنای سنت 1,000,000 ساله متأثر از تقابل جنسیت‌ها نمودی آشکار و پرهزینه از حس برتری طلبی مردانه و یا ترفندی هستند که به وسیله فرهنگ و نه ژنتیک از نسل به نسل بعد منتقل می‌شوند. میزان عدم الزام به درک منطق این فرایند در گونه‌های شبیه به انسان خردمند که بسیار تلاش کردند در این رقابت شرکت کنند با عنکبوت‌های نری که حشره‌ای را شکار می‌کنند و سپس با ظرافتی ماهرانه آن را می‌پیچند تا به عنوان هدیه ازدواج در زمان جفتگیری به عنکبوت‌های ماده پیشکش کنند یکیست. ادعای مندرج ادعایی بر اساس حدس و گمان و بسیار بحث برانگیز است، ولی هنوز رد نشده است و حداقل مزیت آن این است که ما را نسبت به احتمالاتی که در شرایطی غیر از این به ذهنمان خطور نمی‌کرد آگاه سازد. دلیلش هرچی که باشد این امر بدیهی است که نیاکان ما زمان و کوشش بسیاری را صرف تصنعات بلا استفاده می‌کردند و در نتیجه بایستی زمانی که از دیدن هیبت مقبره‌ها، معابد و قربانی‌های صورت گرفته شگفت زده می‌شویم، این پس زمینه را در ذهن خود داشته باشیم. بر همکنش انتقال فرهنگی و ژنتیکی نیز بایستی در تیررس بررسی قرار بگیرد. به طور مثال موضوع سطح تحمل لاکتوز در بزرگسالان را به عنوان موضوعی که راجع به آن تحقیق زیادی صورت گرفته در نظر بگیرید. بسیاری از ما بزرگسالان می توانیم شیر خام را بدون هیچ مشکلی بنوشیم و هضم کنیم. ولی خیلی افراد دیگر هستند که با وجود آنکه در دوران نوزادی در مصرف شیر مشکلی نداشتند، دیگر نمی توانند بعد از آن دوران شیر را هضم کنند. دلیل این موضوع این است که بر اساس الگوی طبیعی پستانداران وقتی نوزادان از شیر گرفته می‌شوند، ژن مربوط به ساخت لاکتوز که آنزیم لازم برای هضم شیر است، در بدن آنها غیر فعال می‌شود. چه کسی تحمل لاکتوز را دارد و چه کسی ندارد؟ برای متخصصان ژنتیک یک الگوی آشکار وجود دارد. تحمل لاکتوز در جمعیت‌های انسانی مشهود است که از فرهنگ‌های دامدار معاب نشأت گرفتند، در حالی که عدم تحمل لاکتوز در میان اقوامی شایع است که نیاکانشان هرگز دامدار نبودند، مثلا چینی‌ها و ژاپنی‌ها. رجوع شود به پینوشت 15. قابلیت تحمل لاکتوز به شکل ژنتیکی انتقال می‌یابد، ولی چوپان معابی به عنوان خصوصیت نگهداری از گله‌های دام به طریقه فرهنگی انتقال می‌یابد. البته بایستی توجه داشت که ویژگی ژنتیکی تحمل یا عدم تحمل لاکتوز مستقیما به ویژگی سابقه فرهنگی چوپان معابی متکی است. فرض بر این است که ویژگی چوپان معابی نیز این امکان را داشته تا به لحاظ ژنتیکی منتقل شود، ولی حداقل تا اینجای کار که می‌دانیم این گونه نبوده است. هرچی که باشد، برعکس نژاد سگ از گله باسک، غرایز گله‌داری در نژاد سگ گله کلی از طریق اصلاح نژاد و زاد و ولد ایجاد شده است. رجوع شود به دنت 2003 پ و ت. نظریه‌های پولی وجود دارد که بر اساس آنها ادیان هم مشابه نظام پولی ساخته دست بشر هستند. نظام‌های مشترک توسعه یافته‌ای که به لحاظ فرهنگی چندین مرتبه تکامل یافتند. حضورشان در هر فرهنگی بلافاصله توضیح داده می‌شود و موجه می‌گردد. دین یک ترفند خوب است که افراد انتظار دارند دوباره و دوباره کشف شود، یعنی نمونه از یک تکامل اجتماعی همگرا. چه کسی ذی‌نفع است؟ سودش به چه کسی میرسد؟ در ذیل چند پاسخ محتمل را در نظر خواهیم گرفت. الف. همه افراد جامعه سود میبرند چون دین زندگی در یک جامعه را امن‌تر، هماهنگ‌تر و کارآمدتر میکند. در این میان برخی بیشتر از سایرین سود میبرند، ولی هیچ کسی آنقدر خردمند نخواهد بود تا کل آن سود را از آن خودش کند. ب. نخبگان مسلط بر نظام به قیمت مشقت سایرین از آن بهره میبرند. دین بیشتر شبیه یک طرح هرمی است تا یک نظام پولی.
در این حالت دین با شکار افراد نادان و بی‌دفاع به حیات خود ادامه می‌دهد، در حالی که ذی‌نفعان با فراغ بال آن را به صورت ژنتیکی یا فرهنگی به نوادگان خود منتقل می‌نمایند. و جوامع در قالب واحدهای کلی ذی‌نفع هستند، چه افراد به صورت تک تک سود ببرند یا خیر، جاودانسازی گروه اجتماعی و سیاسی آنها به قیمت کنار رفتن گروه‌های رقیب تسهیل می‌شود. آخرین فرضیه که همان انتخاب گروهی است گمراه کننده است، به این دلیل که تعیین شرایطی که تحت آن انتخاب گروهی اصیل و واقعی میتواند وجود داشته باشد دشوار است. پینوشت 16. به طور مثال دسته‌های عظیم ماهیان و پرندگان مطمئناً پدیده‌هایی هستند که گروه بندی در آنها رخ می‌دهد، ولی در عین حال این گروه بندی‌ها را به عنوان پدیده انتخاب گروهی توصیف نمی‌کنیم. برای اینکه بفهمیم افراد یا ژن فرد چگونه از خصوصیت دسته‌سازی یا گله‌سازی منفعت میبرند، بایستی ابتدا بومشناسی گروه‌ها را درک کنیم. ولی توجه داشته باشید که خود گروه‌ها ذی‌نفعان اصلی در این میان نیستند، بلکه افرادی که این گروه‌ها را تشکیل می‌دهند ذی‌نفعان اصلی‌اند. برخی از پدیده‌های زیستی در پس نقاب انتخاب گروهی پنهان می‌شوند، ولی اگر همین پدیده‌ها را در قالب انتخاب فردی متکی بر پدیده‌های معین محیطی از قبیل تشکیل گروه و دسته و یا حتی نمونه‌هایی از پدیده‌های انتخاب همزیست در نظر بگیریم، در آن صورت بهتر می‌توانیم با صورت مسئله مواجه شویم. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، انگاره همزیست بایستی به سوی میزبانان جدید انتشار یابد و اگر در این مسیر بتواند افراد را به تشکیل گروه سوق دهد، به همان شکلی که توکسوپلاسما گوندی موشها را به آرواره‌های گربه‌ها سوق می‌دهد تا در آن گروه میزبان جدید و جایگزین برای خود پیدا کند، پس دیگر در این صورت عنوان مسئله انتخاب گروهی نخواهد بود. اگر مریخی‌ها فکر کنند که هیچ یک از این نظریه‌ها با واقعیت جور در نمی‌آید، بایستی از یک نظریه از پیش آماده‌ای که می‌توانیم نام آن را نظریه مرواری بگذاریم استفاده کنند. در واقع دین یک محصول جانبی زیباست. دین از طریق سازوکاری که تحت نظارت فرایند ژنتیکی است و یا مجموعه‌ای از انواع سازوکارها توسط طبیعت مادرانه یا تکامل با این هدف ایجاد شده است که در مقابل عوامل آزاردهنده و یا بیگانه از هر نوعی که باشند واکنش نشان دهد. این سازوکارها توسط تکامل و برای اهداف خاصی طراحی شده بودند، ولی روزی فرا رسید که در آن یک اتفاق نو رخ داد. همگرایی نوآورانه‌ای از عوامل مختلف که دست بر قضا موجب گزینش فعالیت‌هایی شد که این بشرساخت جالب را تکثیر می‌نمود. و این مطلب چیزی بود که تا پیش از رخداد آن کسی با آن مواجه نشده بود و البته هرگز نیز توسط تکامل پیش‌بینی نمی‌شد. بر حسب نظریه‌های مرواری و بر اساس منظر زیست شناسی، دین از برای هدف خاصی نیست. دین به ژن، شخص یا گروه خاصی و یا حتی همزیست فرهنگی مشخصی منفعت نمی‌رساند، ولی وقتی که به وجود بیاید به یک اثر مجذوب کننده تبدیل می شود که ما انسانها را که ظرفیت بی حد و حصری در لذت بردن از نوآوری‌ها و کنجکاوی‌ها داریم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. شکلگیری مروارید با ذره‌ای ناچیز و بی‌مفهوم از یک ماده خارجی و شاید به احتمال زیاد یک انگل آغاز می شود و وقتی که صدف لایه‌های زیبای خود را اضافه می‌کند، در نهایت این ذره ناچیز به چیزی تبدیل می‌شود که به صورت تصادفی از منظر اعضای آن گونه خاص ارزشمند به حساب می‌آید و دست بر قضا آنها نیز وجود چنین چیزی را تقدیر می‌کنند. حالا خواه این طلب از دیدگاه سازگاری زیستی عاقلانه باشد، خواه نباشد، چارچوب‌های ارزشی دیگری نیز وجود دارند که چه به دلایل خوب و چه به دلایل بد، چه به صورت سیال و آزاد و چه با سازوکار مشخص ممکن است پدیدار شوند. این موضوع خیلی به عملکرد صدف شباهت دارد، به این صورت که صدف در ابتدای امر به عامل مزاحم خارجی واکنش نشان می‌دهد و سپس بی‌وقفه به نتیجه واکنش اول واکنش نشان می‌دهد و سپس به آن واکنش دوباره واکنش جدیدی نشان می‌دهد. انسان‌ها نیز قادر نیستند تا نسبت به واکنش‌های خود واکنش نشان ندهند و این کار را به این شکل انجام می‌دهند که لایه‌های بیشتر و پیچیده‌تری را در فرایند ساخت دخیل می‌کنند، به طوری که محصول به وجود آمده اشکال و ویژگی‌هایی پیدا می‌کند که در ابتدای امر تصور آن غیر ممکن بوده است. توضیح دین چیست؟ دلپذیر، همزیست، سایبان، پول، مروارید یا هیچ کدام؟
شاید دین در خود پدیده‌های فرهنگی را جا داده که حتی معادل نامتشابه و دوری در تکامل ژنتیکی ندارند. ولی بر فرض مثال که این طور باشد، همچنان باید به پرسش چه کسی ذی‌نفع است پاسخ دهیم، چون این غیر قابل انکار است که پدیده‌های دینی تا حد بسیار چشمگیری طراحی شده هستند. نشانه‌هایی از موارد تصادفی و اتفاقی نیز وجود دارند و در نتیجه بهای بخش تحقیق و توسعه این طراحی الگو را تعدادی باز تولید ناهمسان بایستی بپردازند. تمام این فرضیه‌ها دارای یک سمت و سوی واحد نیستند. بنابراین حقیقت درباره دین شاید این باشد که دین ترکیبی از چند فرضیه مذکور به همراه تعدادی دیگر باشد. اگر این طور باشد، پس تا زمانی که به وضوح این امکانها را بررسی و آزمایش ننموده‌ایم، تصویر دقیقی از چرایی وجود دین نخواهیم داشت. اگر که فکر می‌کنید همین حالا می‌دانید کدام نظریه صحیح است، یا شما دانشمند برجسته‌ای هستید که حجم زیادی از پژوهش‌های انتشار نیافته را از بقیه دنیا پنهان نموده‌اید، و یا اینکه خوشخیالی را با دانش اشتباه گرفته‌اید. شاید به نظر شما اینطور برسد که من عمدن توضیحات اینکه چرا دین شما وجود دارد و ویژگی‌هایش چنین و چنان است را نادیده می‌گیرم. دین وجود دارد چون واکنشی اجتناب ناپذیر از طرف انسان‌های روشنفکر است، خطاب به این واقعیت آشکار که خدا وجود دارد. برخی نیز چنین مطلبی را اضافه می‌کنند: ما در این آداب دینی سهیم می‌شویم چون خدا به ما دستور داده چنین کاری را انجام دهیم، و یا اینکه خوشنود ساختن خداوند ما را خوشنود می‌کند. ختم کلام. ولی شاید هم این ختم کلام نباشد. هر دینی که داشته باشید، تعداد افرادی که با شما همکیش نیستند بیش از همکیشان شما هستند. پس من، شما و همه ما این وظیفه را داریم که واقعا توضیح دهیم چرا بسیاری افراد به راه خطا رفتند، و علاوه بر آن در خصوص آنهایی که به راه راست رفتند و به موضوع آگاهی پیدا کردند، اگر که واقعا چنین افرادی وجود داشته باشد، توضیح دهیم که چگونه موفق به فهم صحیح دین شدند. حتی اگر همین امر برای شخص شما بدیهی باشد، برای سایرین بدیهی نیست و شاید حتی برای اکثریت مردم. اگر تا اینجای کار با این کتاب همراه شده اید، پس تمایل دارید تا در خصوص سرچشمه ها و علل سایر ادیان غیر از دین خودتان کسب اطلاع کنید. پس آیا درویی نیست که بگویید دین خودتان خارج از دسترس و آن سوی خط قرمز قرار دارد؟ فقط برای ارضای کنجکاوی عقلی خود ممکن است تمایل داشته باشید تا ببینید که چگونه دین شما در مقابل موشکافی که ما در رابطه با سایر ادیان اجرا می‌نماییم خود را نشان خواهد داد. ولی ممکن است در شگفت باشید که آیا واقعاً علم می‌تواند بی‌طرف باشد؟ آیا به واقع علم فقط یک دین دیگر نیست؟ یا به عبارت دیگر، آیا دیدگاه‌های دینی به همان اندازه دیدگاه‌های علمی معتبر نیستند؟ چگونه می‌توانیم مبنای مشترک عینی برای مسیر تحقیق و تفحص خود بیابیم؟ این پرسش‌ها دغدغه بسیاری از خوانندگان و علل خصوص قشر دانشگاهی است که برای رسیدن به پاسخ کوشش بسیار نمودند. ولی با این وجود سایر افراد را نسبت به این موضوع عجول و نچندان با دغدغه یافتم. چون این پرسش‌ها اجرای پروژه‌ای که مد نظر دارم را در حالی از ابهام فرو میبرند، لذا بسیار مهم هستند و برای کلیت پروژه عمیقاً خطیرند. ولی در عین حال این امکان وجود دارد که تا پایان ترسیم کلیت نظریه‌ها آنها را به عقب بیندازیم. اگر مخالف هستید، پس به جای اینکه وارد بخش 4 شوید، مستقیما به پیوست بی این کتاب تحت عنوان پرسش‌هایی بیشتر درباره علم مراجعه نمایید. در آن قسمت مفصل‌تر به تشریح این پرسش‌ها و دفاع از راهی که برای همکاری جهت رسیدن به وفاق مشترک در خصوص چگونگی اقدام و اینکه چه چیزی اهمیت دارد پرداخته‌ایم. بخش 3. هر آنچه که برای ما از ارزش برخوردار است، از قند و رابطه جنسی گرفته تا پول و موسیقی و عشق و دین، به دلایلی اینگونه است. دلایل دیگر و مجزا از دلایل خود ما، دلایل تکاملی، منطقهای سیال آزادی که انتخاب طبیعی بر آنها صحه می‌گذارد. بخش 4.
مشابه با تمام مغزهای جانوری، مغز انسان نیز طوری تکامل یافته که با مشکلات معین محیط پیرامونی که باید در آنها فعالیت نماید دست و پنجه نرم کنند. محیط اجتماعی و زبانی که به همراه مغز انسان رشد پیدا نموده قدرتی را در اختیار انسان قرار می‌دهد که هیچ گونه دیگری از آن بهره‌مند نیست. ولی همین اختیارات مضاعف مشکلاتی را به بار می‌آورد. البته به نظر می‌رسد ادیان عوام موفق شدند طوری تکامل پیدا کنند که از پس این مشکلات بر بیایند. اعمال و آداب گزاف و خارج از تعادل دینی قابل توصیف در قالب اصطلاحات بی‌طرفانه زیست شناسی تکاملی هستند. فصل دوم، تکامل دین. بخش چهارم، خاستگاه ادیان. 1. پیدایش ادیان. همه چیز همین است که هست، چون اینطوری شد. دارسی تامسون. در میان هندوها اختلاف نظری بر سر برتری شیوا و ویشنو وجود دارد و بسیاری به خاطر باورشان به این مسئله کشته شدند. کتاب مقدس لینگاپورانا برای کسی که فرد توهین کننده به شیوا را بکشد یا زبانش را از حلقومش بیرون بکشد وعده بهشت شیوا را داده است. کلوستر مایر 1994. در میان قوم زولو و بر اساس نظرات جادوگران آن قوم، وقتی زنی در شرف زایمان است، گاهی اوقات روح مارگونه یک پیرزن ظاهر می شود و این نشان از آن دارد که باید بز یا حیوان دیگری برای نیاکان قبیله قربانی گردد، باشد که بچه به سلامت به دنیا بیاید. لاسن و مکالی 1990 صفحه 116. قوم ژیوارو در اکوادور اعتقاد دارند که شما دارای 3 روح هستید. روح راستین همانی است که از زمان تولد با شماست. وقتی شما بمیرید، این روح به محل تولد شما باز خواهد گشت و سپس به یک اهریمن تبدیل می شود که او نیز می میرد و سپس به پروانه بزرگی تبدیل می شود و در نهایت به غبار بدل می گردد. نام روح دوم آروتام است. این روح از طریق روزه‌داری، حمام زیر آبشار و مصرف مایع توهمزا حاصل می شود. این روح شما را شکست ناپذیر می کند، ولی در عین حال عادت نامیمون آن رها کردن شما در تنگناهای زندگی است. و در نهایت روح سوم موسیاک نام دارد. روحی انتقامجو که در تلاش برای خروج از سر مقتول و کشتن قاتل است. به همین دلیل باید سر مقتول خود را له کنید. هریس 1993. مهم نیست که پیروان این عقاید و آداب چه میگویند، ولی این عقاید و آداب همیشه وجود نداشتند. مارسل گوشه کتاب خود در خصوص تاریخ سیاسی دین را این گونه آغاز می کند: تا آنجا که می‌دانیم بدون هیچ استثنایی دین در همه زمانها و در همه مکانها وجود داشته است. سال 1997 صفحه 2. ولی در واقع این دیدگاهی محدود و نادرست است. دوره‌ای از تاریخ نیز وجود داشته که مقدم بر ظهور باورها و آداب دینی بوده باشد. هرچه که باشد، دورانی وجود داشته که هیچ باورمندی در این سیاره حضور نداشته است. دوره‌ای که هیچ باوری در مورد هیچ چیزی وجود نداشته است. برخی باورهای دینی واقعاً باستانی‌اند. از منظر معیار تاریخی و ظهور برخی دیگر قابل مطالعه در آرشیو روزنامه‌ها هستند. اینها همه چگونه پیدایشان شد؟ گاهی اوقات و خصوصاً وقتی که از گذشته‌های تاریخی اخیر سوابق قابل اطمینانی در دست داریم، پاسخ به اندازه کافی مبرهن به نظر می‌رسد. وقتی اروپایی‌ها در قرن 18 با کشتی‌های شکوهمند خود برای اولین بار به جزایر اقیانوس آرام جنوبی رسیدند، ساکنان آن جزایر، همان مالانزی‌ها، از دیدن آن کشتی‌ها و دریافت هدایای جالبی که آن مردان سفید به همانها ملبس بودند، مات و مبهوت شدند. تا چشم کار می‌کرد، ابزار فولادی، طاقه‌های لباس و شیشه و کالاهای دیگری که از دایره فهم آنها خارج بود.
اگر ما امروز مهمانانی ناخوانده از فضا با فناوری‌های غیرقابل تصور داشته باشیم که هرگاه اراده کنند می‌توانند بر ما چیره شوند، آن وقت واکنش ما چیزی شبیه به واکنش مالانزی‌ها در آن دوران می‌شد. باید بخشی از این کالاها را برای خودمان دست و پا کنیم و یاد بگیریم چگونه می‌توانیم نیروهای جادویی این مهمانان را در اختیار خود در بیاوریم. برای تحت کنترل درآوردن اوضاع و بازیابی امنیت و قدرتمان در مقابل بیگانگان، اگر تلاش کمی به خرج دهیم و دانشمان را به کار بندیم، احتمالاً موجب شگفتی این بیگانگان پیشرفته و برتر خواهیم شد. به همین شکل نتیجه گیری مالانزی‌ها در اینکه اروپایی‌ها همان نیاکان خود آنها هستند که در جامعه‌های مبدل از عالم مردگان با ثروت بی اندازه و نیمه خدایانی که باید پرستیده شوند بازگشتند، ما را موجب شگفتی می نماید. وقتی در اواخر قرن 19 مبلغان لوتران به پاپوا گینه نو رسیدند تا مالانزی‌ها را به کیش مسیحیت درآورند، با بدگمانی سرسختانه‌ای مواجه شدند. چرا این نیاکان خسیس و ملبس به لباس مبدل آن کالاها را نزد خودشان نگه داشتند و فقط سعی می‌کنند که این افراد را مجبور کنند حمد و ثنا بخوانند؟ فرقه‌های کالا معابانه بارها و بارها در حوزه اقیانوس آرام ظهور پیدا کردند. در زمان جنگ جهانی دوم نیروهای آمریکایی به جزیره تانا وارد شدند تا 1000 نفر را برای احداث یک پایگاه هوایی و نیروی زمینی در جزیره ایفیت که در همسایگی تانا قرار داشت استخدام کنند. وقتی آن کارگران به جزیره خودشان یعنی تانا برگشتند، داستانهایی از انسانهای سفید پوست و سیاه پوست را برای همجزیره‌ای‌های خود بازگو نمودند. مضمون این داستانها بر این بود که آن انسانها صاحب چیزهایی بودند که در مخیله مردمان تانا نمی گنجد. همین کافی بود تا در کل اجتماع تانا هیاهویی به پا شود. بسیاری از همین جزیره نشینان که در زمانهای دورتر در گذشته از طریق مبلغان بریتانیایی به دین مسیحیت گرویده بودند، کلیسا رفتن خود را کنار گذاشتند و به جای آن شروع به ساخت باند فرودگاه، انبار و دکل‌های رادیویی از جنس گیاه بامبو نمودند. باور این دسته بر این بود که اگر این کارها برای آمریکایی‌ها در جزیره ایفیت جواب داده، پس برای خود آنها هم در تانا جواب می‌دهد. تندیس‌های هواپیما، کلاهخود و تفنگ‌های آمریکایی از بامبو تراشیده می‌شد و به عنوان نشانه‌های مذهبی مورد استفاده قرار می‌گرفت. جزیره نشینان با رنگامیزی، خالکوبی و حتی کنده‌کاری نام کشور آمریکا روی بدن خودشان راهپیمایی‌هایی را آغاز نمودند و جان فرام به عنوان مسیح موعود آنها پدیدار گردید. البته لازم به ذکر است که هیچ گونه بایگانی و سابقه از یک سرباز آمریکایی به این نام وجود ندارد. وقتی آخرین سرباز آمریکایی در پایان جنگ آن منطقه را ترک نمود، جزیره نشینان پیش بینی نمودند که جان فرام باز خواهد گشت. این جنبش همچنان به گسترش خود ادامه داد و در 15 فوریه سال 1957 پرچم آمریکا در خلیج سولفور برافراشته شد تا عملاً دین جان فرام را اعلام نماید. هر ساله در این تاریخ روز جان فرام جشن گرفته می شود. این مردمان معتقدند که جان فرام در آتشفشان یاسور و همراه همرزمانش منتظر است تا کالاهای خودش را به ساکنان تانا اعطا کند. در زمان برگزاری جشن‌های مربوطه پیشکسوتان در قالب یک ارتش نمادین که ترکیبی از تمرین نظامی و رقص سنتی است رژه می‌روند. برخی تفنگ‌های نمادینی از جنس بامبو به دست می‌گیرند و یا از پوشش‌های خاطرانگیزی مثل کلاه، تیشرت و کت استفاده می‌کنند. این مردمان بر این باورند که مراسم سالیانه آنها جان فرام خدا را از دل آتشفشان بیرون می‌کشد و کالای خوشبختی را به کل ساکنان جزیره ارزانی می‌دارد. مات داک 2004. و دوباره اخیرتر از مورد قبلی در حدود سال 1960 در جزیره بریتانیای نو در پاپوا گینه نو فرقه پومیو کی وونگ بنا نهاده شد که همچنان نیز در حال گسترش است. آموزه پومیو کی وونگ بر این مبناست که پیروی از 10 قانون، نسخه اصلاح شده از 10 فرمان تورات و اجرای دقیق مجموعه گسترده‌ای از مراسمات که شامل پرداخت کفاره‌ها با هدف آمرزش گناهان است، برای بهبود اخلاقی و معنوی که منجر به تسریع بازگشت نیاکان می شود، ضروری به حساب می آید. مهمترین این مراسمات با هدف دلجویی و آرامش بخشیدن به نیاکان صورت می گیرد.
این نیاکان مجموعه‌ای به نام دولت دهکده را تشکیل دادند که به رهبری خداوند است و شامل آن دسته از نیاکانی است که خداوند آنها را بخشیده و به کمال رسانده است. رهبران معنوی پومیو کیوونگ، بنیانگذار آن، کوریام، دستیار اصلی وی، برنارد و جانشین کوریام به نام کلمان هستند. هر سه این افراد از منظر پیروان اعضای دولت دهکده و در نتیجه قدسی به حساب می آیند. علاوه بر آن، هر سه این افراد به لحاظ کالبدی بر روی زمین سکونت داشتند، خصوصا در منطقه پومیو، ولی در طول تمام این مدت روحشان با نیاکان همنشین بوده است. کسب تذهیب عمومی به مقدار کافی شرط تعیین کننده در مهیا ساختن شرایط برای بازگشت نیاکان و آغاز دوره شرکت هاست. دوره شرکت ها عصری از رفاه بی سابقه خواهد بود. این عصر حاصل انتقال دانش و زیرساخت صنعتی برای تولید شگفتی‌های فناوری و ثروت مادی خواهد بود که دنیای غرب از آن بهره مند است. لاسن و مککالی 2002 صفحه 90. این مثالها شاید استثناء باشند. ممکن است شما اعتقاد داشته باشید دین شما زمانی به وجود آمد که حقیقت بنیادین از طرف خدا بر کسی نازل شد و او نیز آن را به سایرین انتقال داد. دین شما امروز به شکوفایی و رونق رسیده چون شما و سایر همکیشانتان می‌دانید که این دین شماست که حقیقت است و لذا خدا شما را مورد رحمت قرار داده و ترغیب نمود تا ایمان خود را پایدار نگه دارید. برای شما به همین سادگی است. و چرا باقی دینها وجود دارند؟ اگر آنها به راه خطا رفتند، پس چرا فرقه‌هایشان مانند نظریات و آداب غلط و منسوخ کشاورزی و عمرانی از بین نرفته و فرو نریختند؟ شاید فکر کنید که به وقتش همه آنها نیز فرو خواهند ریخت و فقط یک دین راستین که آن هم دین شماست پا بر جا خواهد ماند. مطمئناً دلایلی در پس چنین باوری وجود دارد. علاوه بر چند ده دین اصلی در دنیای امروز، یعنی آن دین‌هایی که پیروانشان به تعداد صدها هزار یا صدها میلیون میرسند، هزاران دین دیگر شناخته شده است که از پیروان کمتری برخوردارند. روزانه 2 یا 3 دین پا به عرصه وجود می‌گذارند که طول عمرشان از 1 دهه کمتر است. پینوشت 1. هیچ راهی برای شناسایی ادیان معینی که در طول 10، 50 یا صدها هزار سال گذشته شکوفا شدند وجود ندارد. حتی ممکن است تعداد این ادیان به میلیون‌ها برسد، ولی هیچ اثری از آنها باقی نمانده و برای ابد ناپدید شدند. اگر نسبت به تعیین مرزبندی‌های خود مقداری سخاوت به خرج دهیم، متوجه خواهیم شد که برخی از ادیان دارای سوابقی هستند که به چندین هزاره قبل باز می‌گردند. کلیسای مورمون همانطور که از نام رسمیش پیداست به کمتر از 200 سال قبل باز می‌گردد. کلیسای عیسی مسیح قدیسان دوران مؤخر. قدمت پروتستان کمتر از 500 سال، اسلام کمتر از 1500 سال و مسیحیت در حدود 2000 سال و حتی دین یهود نیز به 2 برابر این هم نمیرسد. و در ضمن یهودیت امروز مشخصاً از دل یهودیت اولیه‌ای که میشناسیم سر برآورده است. البته ذکر این نکته لازم است که در قیاس با تعدد انواع غنچه‌های لجام گسیخته مسیحیت که در 2000 سال اخیر بذر پاشی شدند، تعداد مشتقات یهودیت چیزی به حساب نمی آید. از دیدگاه زیست شناسی، موارد یاد شده دوره‌های کوتاهی به حساب می آیند. حتی در قیاس با سایر دوره‌های فرهنگ انسانی نیز دوره‌های بلندی به حساب نمی آیند. قدمت نگارش به 5000 سال می رسد. قدمت کشاورزی به بیش از 10,000 سال و قدمت زبان کسی چه می داند؟ شاید فقط 40,000 سال و شاید 10 یا 20 مرتبه بیش از آن. عمر زبان یک موضوع پژوهشی بی‌وقفه است و چون وفاق عمومی بر این است که زبانهای گفتاری طبیعی زائیده پیش زبانهای بدوی که خود آنها نیز ممکن است در طی صدها هزاران سال تکامل یافته باشند هستند، لذا هیچ گونه اجماعی در خصوص تاریخ پیدایش زبان وجود ندارد. آیا زبان از دین قدیمی تر نیست؟ به هر شکل که تاریخ پیدایش زبان را معین کنیم، تحقیقاً زبان بسیار بسیار مقدمتر از دین فعلی یا هر دینی است که دانش تاریخی یا باستانی از آن در دست داریم.
قدیمی ترین سند باستانی شگفت‌انگیزی که از دین در اختیار داریم به گورستان‌های پرنقش و نگار کرومگنن در جمهوری چک برمیگردد که قدمتشان به 25,000 سال پیش میرسد. پینوشت 2. نمی شود به راحتی گفت، ولی ممکن است چیزی شبیه دین از همان روزهای ابتدایی زبان و یا حتی قبل از آن وجود داشته باشد. قبل از اینکه چیزی شبیه دین در کار باشد، نیاکان ما چگونه بودند؟ آیا مثل دسته شامپانزه ها بودند؟ اگر که راجع به چیزی صحبت می کردند، آن چیز به غیر غذا و شکارچیان و رقابت جفتیابی چه بوده است؟ آب و هوا، شایعه، خاک روانی و فرهنگی که دین برای اولین بار در آن ریشه زد چگونه بوده است؟ ما می توانیم اجالتاً به روش قهقرایی و رو به عقب کار کنیم و بر اساس الزامات زیستی بنیادین خودمان نتیجه گیری کنیم. هر حرکت مبتکرانه‌ای بایستی در ظرف محیط پیرامونی زمان خودش که در آن به فعلیت رسیده و در عین حال مستقل از نقش آتی خود در محیط‌های پیرامونی آتی بتواند وجود خود به لحاظ هزینه و منفعت حاصله را توجیه کند. پس چه چیزی میتواند تمایزات و شباهت‌های ایده‌های دینی که در سرتاسر دنیا شاهد آن هستیم را توجیه کند؟ آیا شباهت‌ها از سر این واقعیت نیست که ایده‌های دینی از یک ایده واحد مشترک قدیمی سرچشمه می‌گیرند که سینه به سینه در میان مردمان دنیا نقل شده است، و یا اینکه چنین ایده‌هایی تقریباً توسط هر فرهنگی به طور مجزا و مستقل باز کشف شدند، چون به واقع این ایده‌ها حقیقت هستند و در ضمن آنقدر مبرهن که در زمان مقتضی برای همه افراد رخ می‌دهند؟ آشکار است که چنین اظهار نظرهایی ساده انگاری موضوعند، ولی حداقل مزیت آن این خواهد بود که سعی می شود تا سوالات بدیهی مطرح و به آنها پاسخ داده شود. سوالاتی که اغلب از ناحیه افرادی که هدف یا کارکردی عملی به زعم خودشان برای دین پیدا کردند بی جواب مانده است. پاسخ به یک نیاز بزرگ و درخور بشری که توجیهی مناسب برای زمان و انرژی صرف شده جهت دین به حساب بیاید. دلایل وجودی مرسوم در رابطه با دین به شرح زیر هستند: تسکین درد و رنجمان و تسلایی بر ترسمان از مرگ، توضیح چیزهایی که به طرق دیگر نمیتوانیم توضیح دهیم، ترغیب به تشریک مساعی یا همکاری گروهی در مصائب و نبردها. هزاران کتاب و رساله در دفاع از این ادعاها به نگارش درآمدند و البته کمی تا قسمتی بایستی به این ایده‌های آشنا و قانع کننده حق داد که صحیح هستند. ولی اگر با هر یک از این موارد یا هر سه آنها کنار بیایید، در واقع به هرج و مرجی که گریبان علوم انسانی و علوم اجتماعی را در بر گرفته گردن نهاده اید. ارضای پیش از موعد کنجکاوی. هنوز خیلی چیزها برای پرسش و فهمیدن وجود دارد. چرا این ایده‌های به خصوص به مردم تسکین می‌دهند؟ و دقیقاً چرا تسکین بخش هستند؟ آیا ممکن نیست ایده‌های تسکین دهنده بهتری یافته شوند؟ چرا این ایده‌های به خصوص جهت توضیح رخدادهای گیج کننده به ذائقه مردم خوش می‌آیند؟ و چگونه این ایده‌ها سر برآوردند؟ آیا یک کسی که بعدها میشد نام او را شبه دانشمند بدوی بگذاریم به یک نظریه فراتبیعی دست پیدا کرد و همان را در میان همسایگانش بست و گسترش داد؟ چگونه این ایده‌های به خصوص در شرایطی که ظن و بدگمانی و نقصان وجود داشت موفق به ایجاد همکاری گروهی شدند؟ و بار دیگر میپرسیم چگونه این ایده‌ها سر برآوردند؟ آیا رئیس قبیله‌ای دین را ذکاوتمندانه ابداع کرد تا قبیله‌اش در رقابت با قبایل رقیب از مزیت کار گروهی برخوردار شود؟ برخی بر این نظرند که ما کاری بهتر از همین حدس و گمان ساده درباره فرآیندها و پیامدهای مرتبط با گذشته‌های دور از دستمان بر نمی‌آید. به واقع عده‌ای از آنها بر این مطلب بسیار پافشاری دارند و البته این حرارت نشانه از ترسشان درباره اشتباه بودن طرز فکرشان است که اشتباه هم هست. از صدقه سریع پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های متعدد امروزه ما قادر هستیم تا پرسش‌هایمان را صیقل دهیم و پاسخگویی را آغاز کنیم.
در این بخش و 4 بخش بعدی سعی خواهم نمود تا بهترین نسخه فعلی از روایتی که علم میتواند درباره چرایی تبدیل ادیان به آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم را تعریف کنم. ضمناً به هیچ وجه مدعی نیستم که این روایت درباره دین چیزی است که در جامعه علمی از قبل پذیرفته شده باشد. مهمترین نکته این کتاب این است که ما هنوز نمی‌دانیم، ولی اگر تلاش ملموسی داشته باشیم می‌توانیم پاسخ این پرسش‌های مهم را بیابیم. شاید برخی از مطالب موجود در روایت من به وقتش اثبات شوند که اشتباه بودند. شاید خیلی از مطالبم اشتباه باشند. هدف از طرح ریزی یک روایت کامل این است که چیزی را به روی میز کار قرار دهیم که هم قابل آزمایش باشد و هم ارزش آزمایش کردن را داشته باشد. معمولاً تعمیر چیزی که دچار ایراد است از ساختن چیزی از صفر آسان تر است. تلاش برای پل زدن میان خلأهای موجود در دانشمان ما را مجبور می‌کند تا سوالاتی را در ذهن خود بسازیم که قبلاً نساخته بودیم. علاوه بر آن، قرار دادن مسائل در تیررس نگاهمان باعث می‌شود تا سوالات بیشتری را مطرح و به آنها پاسخ دهیم. این کار به خودی خود موجب فرو ریختن دیدگاه مغلوب مدارانه‌ای می‌شود که اساس آن بر پایه عدم درک انسان از این رمز و رازها استوار است. البته ممکن است خیلی افراد ترجیح دهند که این سوالات بی پاسخ بمانند. پس بیایید با هم ببینیم وقتی که در مقابل بدبینی تدافعی آنها قد علم می‌کنیم و سعی می‌کنیم به این سوالات پاسخ دهیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. 2. مواد اولیه دین. بنابراین می توانیم اینطور نتیجه گیری کنیم که در تمامی مللی که دارای چندگانگی دینی هستند، اولین آرا و نظرات در خصوص دین از تعمق درباره کارکردهای طبیعت سرچشمه نگرفته، بلکه منشأ آنها از دغدغه درباره رخدادهای زندگی و بیم و امید بیوقفه‌ای که ذهن انسان را برمی‌انگیزد نشأت گرفته است. دیوید هیوم، تاریخ طبیعی دین. راهنمای من در این راه دانشمندان پیشگامی بودند که با یاری گرفتن از قوه تجسم و بکارگیری اصول منظم علمی قدم در راه مرتفع نمودن این پرسش‌ها گذاشتند. زیست شناس یا روانشناسی که به سختی از یک دین آگاهی مناسب دارد و دانش یا دانش غلط وی درباره سایر ادیان مثل دانش خود ما سطحی است، وقتی صحبت از طرح سوال به میان میآید، به احتمال بسیار فراوان به خاطر آشنایی خاص خود با اصل موضوع به سمت کلیگویی و کلی نگری سوق پیدا خواهد نمود. یک تاریخدان اجتماعی یا یک مردم شناس که دانش فراوانی درباره آداب و عقاید مردمان سرتاسر دنیا دارد ولی در خصوص تکامل بی تجربه است، نیز به همان میزان محتمل است که موفق به طرح صورت مسئله به شکل مناسب نشود. خوشبختانه تعداد اندکی محقق آگاه سعی نمودند تا این دیدگاه‌های دور را نسبت به هم نزدیک نمایند و در این راه به نتایج امیدوار کننده ای نیز دست پیدا کردند. کتاب‌ها و مقالات ایشان ارزش خواندن به طور کامل را دارد و من امیدوارم با معرفی تعداد انگشت شماری از گزیده این مطالب شما را به خواندن آنها ترغیب نمایم. کتاب جرد دایموند تحت عنوان تفنگ‌ها، میکروب‌ها و فولاد 1997 یک سفر اکتشافی آگاه کننده درباره آثار مشخص جغرافیا و زیست شناسی بر روی توسعه اولیه کشاورزی در اقصا نقاط دنیا در اعصار مختلف است. وقتی کشاورزان نخستین حیوانات را اهلی نمودند، به طور طبیعی در نزدیکی آنها زندگی می‌کردند و این خود عاملی تسهیل کننده در جهت افزایش احتمال جهش‌های گونه‌ای به واسطه انگل‌های حیوانی می‌شد. جدی‌ترین بیماری‌های مسری که انسان با آنها آشناست، مثل آبله و آنفولانزا، همگی از حیوانات نشأت می‌گیرند و به همین دلیل نیاکان ما در عصر وحشتناکی از هرس طبیعی زندگی خود را سر می‌کردند که طی آن میلیون‌ها نفر که هیچ آماری از آنها در جای درج نشده، تسلیم انواع نخستین این بیماری‌ها می‌شدند و در این میان تنها آنهایی باقی می‌ماندند که آنقدر خوش اقبال بودند که مسئولیت طبیعی داشته باشند تا بتوانند تولید مثل کنند. بسیاری از نسل‌های این قیف تکاملی حصول اطمینان نمودند که نوادگان آنها در تقابل با نوادگان تبار انگل‌های مصری یا به نسبت از مسئولیت برخوردار باشند و یا حداقل دارای سطح تحمل بالاتری باشند.
وقتی اولاد اخیر همین نوادگان که اکثرا در اروپا میزیستند فناوری را توسعه بخشیدند که بتوانند از طریق آن اقیانوس‌ها را بپیمایند، میکروب‌هایشان را نیز همراه خودشان به سفر بردند و بیشتر همین میکروب‌ها بودند تا تفنگ و فولاد که بخش‌های عظیمی از جمعیت بومی که کشتی سواران با آنها روبرو می‌شدند را از صحنه روزگار پاک می‌کردند. حال که ما این امکان را داریم تا از طریق ژنوم‌های موجود در گونه‌های گیاهی و جانوری و میکروب‌ها به نتیجه‌گیری رو به عقب در زمان دست پیدا کنیم، نقش کشاورزی در انتشار امراض مسری و مسئولیت نسبی به آنها در میان اجتماعاتی که در آغاز راه کشاورزی تحت تأثیر تاخت و تاز این امراض قرار گرفتند، مطالعه دقیق‌تری داشته باشیم. رخدادهای جغرافیایی به ملل اروپایی این امکان را داد تا از همان ابتدای راه چندین گام جلوتر از بقیه قرار بگیرند و مسیر طولانی طی شد تا اینکه ببینیم چرا در قرون بعدی این ملل به جای اینکه مستعمره شوند استعمارگر شدند. کتاب دایموند که برنده جایزه پولیتزر نیز بود، به حق مشهور است ولی تنها نیست. نسل جدیدی از پژوهشگران بینارشته‌ای در حال همکاری با یکدیگر هستند تا زیست شناسی را با اسنادی که طی قرنها تلاش تاریخ‌دانان، مردم شناسان و باستان شناسان گردآوری شده در کنار هم قرار دهند. به طور نمونه پاسکال بویر و اسکات اتران مردم شناسانی هستند که تحقیقات میدانی گسترده‌ای در آفریقا و آسیا انجام دادند، ولی در عین حال در زمینه نظریه تکامل و روانشناسی ادراکی نیز آموزش دیدند. کتاب‌های اخیر این دو نفر تحت این عناوینند: شراعی دین، خواستگاه‌های تکاملی تفکر دینی، بویر 2001 و به خدایان توکل داریم، اتران 2002. این دو کتاب شرح مبسوط و متناسبی از گام‌های بعدی طی شده این دو نویسنده در مردابی است که به همراه سایر پژوهشگران در آن قرار دارند. بعد از این نفرات نوبت به زیست شناس تکاملی دیوید اسلوان ویلسون میرسد. او در سالهای اخیر خود را وقف تحلیل‌هایی نموده که به طور سازمان یافته برگرفته از بانک اطلاعاتی کل فرهنگ‌های دنیاست و لازم به ذکر است که این بانک حاصل دسترنج تعداد متعددی مردم شناس است. کتاب اخیر او به نام کلیسای داروین، تکامل، دین و طبیعت اجتماع سال 2002 تا به این زمان بهترین دفاع از این نظریه است که دین پدیده‌ای اجتماعی است که به وسیله تکامل طراحی شده تا سطح همکاری را در داخل و نه در میان گروه‌های انسانی بهبود ببخشد. بر طبق نظر ویلسون دین از طریق یک فرایند انتخاب گروهی پدیدار گردید. این ایده به نوعی یک تراوش بحث برانگیز در نظریه تکامل بوده که توسط بسیاری از نظریه پردازان تکاملی رد شده است و البته علت این مردودی آن بوده که در بهترین حالت ممکن انتخاب گروهی یک فرایند غیر اصلی و حاشیه‌ای است که شرایط لازم آن برای اثر بخشی از احتمال کمی برخوردار است که هم مهیا شود و هم پابرجا بماند. تردید نسبت به انتخاب گروهی از دلایل عمیقی نشأت می‌گیرد و خصوصاً به خاطر اینکه نظریه ویلسون دین به عنوان تسهیل کننده همکاری به شدت برای برخی افراد جذابیت دارد، بایستی مراقب باشیم تا دچار خوشخیالی نشویم. تقریباً اقشار منتقد اتفاق نظر دارند که ویلسون هنوز موفق به اثبات نظریه جنجالی خود در رابطه با انتخاب گروهی نشده است، ولی با این وجود حتی یک نظریه تقریباً مردود علمی در صورتی که همراه با اسناد و شواهد دقیق قبولی یا ردی آن باشد، این توانایی را خواهد داشت که به افزایش درک علمی کمک شایانی نماید. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به پیوست ب مراجعه نمایید. در بدنه اصلی این کتاب فقط به اشاره به سرفصل‌های موارد مورد اجماع و مورد اختلاف بسنده می‌کنم و اکثر جزئیات بحث برانگیز به بخش پینوشت و پیوست‌ها منتقل شده است. خوانندگانی که علاقه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به بخش‌های مذکور به شکل عمیق‌تری به این جزئیات بپردازند. بویر و اتران دستاورد طیف انگشت شمار ولی رو به رشدی از پژوهشگران را در قالب اصطلاحات نسبتاً مفهومی در اختیار عموم قرار دادند. پینوشت 3. فحوای نظریه آنها این است که جهت توضیح چرایی تسلط افکار و آداب دینی بر روی مردم بایستی ابتدا تکامل ذهن انسان را درک کنیم. برای قرون متمادی اکثریت فلاسفه و استادان الهیات مدعی بودند که ذهن انسان یا همان روان چیزی غیر مادی و معنوی است.
این همان چیزی است که رن دکارت نام نهاد اندیشمند را بر روی آن گذاشت. روان به نوعی لایتناهی، نامیرا و کاملا غیر قابل توصیف از طریق ابزار مادی بود. ولی حالا ما می‌دانیم که ذهن برخلاف آنچه که دکارت تصور می‌کرد به طرق اعجازآمیزی در تعامل با مغز نیست. این خود مغز یا به طور دقیق‌تر سازمان یا سامانه‌ای در درون مغز است که به مانند سامانه‌های دفاعی، تنفسی یا هاضمه در بدن ما تکامل پیدا کرده است. مانند بسیاری از عجایب طبیعی دیگر، ذهن انسان نیز به مثابه یک کیسه پر از حقه است که در طول اعصار و از طریق فرایند غیر آینده‌نگر که همان تکامل باشد به روش انتخاب طبیعی رشد و نمو پیدا کرده است. ذهن انسان تحت تأثیر الزامات خطرناک دنیاست و گرایش آن به سمت توجه به مواردی است که برای موفقیت بازتولید نیاکان ما از اهمیت برخوردار بودند. پینوشت 4. برخی از ویژگی‌های ذهن ما موهبت‌هایی هستند که بین ما و سایر موجودات مشترکند، ولی برخی دیگر فقط مختص به تبار ما هستند. علاوه بر آن ذهن ما ویژگی‌هایی دارد که اخیراً تکامل پیدا کردند. گاهی اوقات این ویژگی‌ها از حد به در می‌روند، گاهی اوقات محصولات جانبی عجیبی را فراهم می‌آورند و یا گاهی اوقات برای بهره برداری توسط سایر بازتولید کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرند. از میان تمام تردستی‌های عجیب این کیسه‌های حقه‌ها که بویر نام آن را جعبه ابزار گذاشته، فقط چندتایی هستند که با هم به شکل مشترک در تعاملند و الگوهایی را ایجاد می‌کنند که در فرهنگ‌های گوناگون با تفاوت‌های جالب توجه قابل مشاهده‌اند. برخی از این الگوها به نظر دین، شبه دین یا پیشا دین می‌آیند. محصولات جانبی این ابزارهای مختلف چیزی است که بویر آنها را مفهومات می‌نامد. شروع نقل قول. برخی از این مفهومات طوری به سامانه‌های استنباطی مغز متصلند که یادآوری و برقراری ارتباط را تسهیل می‌کنند. برخی مفهومات برنامه‌های احساسی ما را به طرق خاصی تحریک می‌کنند. برخی از مفهومات به ذهن اجتماعی ما متصلند. برخی از این مفهومات به شکلی نمود پیدا می‌کنند که به سرعت به رفتارهای مستقیم و موجه تبدیل می‌گردند. مفهوماتی که تمامی این کارها را می‌کنند مفهومات دینی هستند که عملاً در جوامع انسانی مشاهده می‌کنیم. پایان نقل قول صفحه 50. بویر فهرستی از چندین سامانه ادراکی را ارائه داده که بر روی دستورالعمل تهیه دین تأثیر گذارند. یک حسگر شناسایی کنشگر، یک مدیر حافظه، یک حسگر شناسایی متقلبان، یک تولید کننده شهود معنوی، یک حسگر دلپذیری برای قصه و قصه گویی، انواع مختلفی از سامانه‌های هشدار و آنچه که من نامش را موضع اسنادی می‌گذارم. ادعای بویر بر این است که هر کسی که از این مجموعه ابزار تفکری و سوگیرانه برخوردار باشد دیر یا زود چیزی شبیه دین را در خود مشاهده خواهد نمود. اتران و سایرین نیز نظرات مشابهی را ارائه دادند که ارزش بررسی را دارد. ولی در اینجا قصد من فقط ترسیم یک ساختار کلی از این نظریه است و هنوز نمیخواهم وارد بحث ارزیابی درستی یا غلط بودن آن بشوم. برای طرح هر یک از این نظریات به چندین دهه پژوهش نیاز خواهد بود، ولی حداقل در حال حاضر میتوانیم درکی از امکانهایی که احتمال وجود دارند داشته باشیم و به طبع بدانیم بایستی به چه سوالاتی پاسخ دهیم. 3. طبیعت چگونه با مسئله سایر ذهنها برخورد می‌کند؟ صورت‌هایی را در ماه و ارتش‌هایی را در ابرها می‌بینیم. از سر یک میل باطنی که اگر از راه تجربه و تعمق اصلاح نشود، خیر و شر را به هر چیزی که ما را شاد می‌کند یا ما را می‌رنجاند نسبت می‌دهیم. دیوید هیوم، تاریخ طبیعی دین. تو را دیدم که از او بوسه گرفتی، به راستی، و پاکدامنی در جای خود برقرار بود. دست کم این که می‌دانستم او فکر می‌کرد که من خوابم. او فکر می‌کرد که من فکر کردم که او فکر می‌کند که من خوابیدم. کاونتری پتمور. آن بوسه. اولین چیزی که باید درباره ذهن انسان به عنوان منزلگاه مناسب برای دین درک کنیم این است که ذهن انسان چگونه سایر ذهن‌ها را درک می‌کند. هر چیز متحرکی برای در امان بودن از شر و یافتن چیزهای خوب به چیزی شبیه ذهن نیاز دارد. حتی صدف‌های حلزونی نخستین هم که تمایل به ماندن در یک نقطه خاص دارند،
از یکی از ویژگی‌های کلیدی ذهن برخوردار هستند. این موجودات وقتی احساس خطر می‌کنند، پای تغذیه‌ای خود را برای دوری از هر گونه آسیب به داخل پوسته خود پس می‌کشند. هر ارتعاش یا ضربه‌ای می‌تواند این سازوکار را فعال کند، ولی اکثر این عوامل محرک بی‌خطر هستند. البته شعار صدف حلزونی این است: بهتر است در امان باشید تا متاسف. منطق سیال آزاد سامانه هشدار دهنده صدف حلزونی. جانوران متحرک‌تر از روش‌های متمایزتری برخوردارند. آنها دارای این قابلیت هستند که جنبش و حرکات ادراک شده را به دو بخش معمولی، تکان خوردن ملایم برگ‌ها یا لمبر خوردن جلبک‌های دریایی و حیاتی بالقوه تقسیم کنند. جنبش حیاتی بالقوه جنبش زنده یا حرکت زیستی یک عامل خارجی است، یعنی جانور دیگری که دارای ذهن است و می‌تواند شکار یا شکارچی باشد، یا یک جفت یا حتی یک رقیب هم نوع. اگر به خاطر هر جنبشی که حس می‌کنید از جای خود بجهید، شب بی شام خواهید ماند. و اگر به خاطر جنبش‌های خطرناک که حس می‌کنید از جای خود نجهید، به زودی خودتان شام موجود دیگری خواهید شد. این نمونه از همان ترفند خوب یا نوآوری تکاملی است، یعنی قابلیت‌هایی مثل دید چشم یا پرواز که آنقدر برای اشکال مختلف زندگی مفیدند که بارها و بارها در گونه‌های مختلف تکامل پیدا کنند. گاهی اوقات این ترفندهای خوب از حد و حدود خود خارج می‌شوند و در این حالت ما چیزی خواهیم داشت که جاستین برات 2000 آن را پدافند بیش فعال تشخیص عامل خارجی نامید. از حد خارج شدن این پدافند فقط در خصوص انسان‌ها نیست که صادق است. تصور کنید مقداری برف از لبه پشت بام منزلتان به پایین می‌ریزد و با صدای تالاپ به زمین می‌خورد و چرت سگ شما را پاره می‌کند. او از جایش می‌جهد و صدای خورخور از خودش در می‌آورد. در واقع در صورت انجام چنین واکنشی آن سگ در حال نمایش یک واکنش مثبت اشتباه است که در اثر عملکرد پدافند بیش فعال تشخیص عامل خارجی به وجود آمده است. پژوهش‌های اخیر درباره هوش جانوری، وایتن و بایرنی 1997 و 88، هاوسر 2000، استرنلی 2003 و دنت 96 نشان می‌دهد که برخی از پستانداران و پرندگان و شاید هم برخی دیگر از موجودات این ابزار تمایز عامل خارجی را به حیطه پیچیده‌تری سوق دادند. شواهد دال بر این است که این موجودات نه تنها چیزهای متحرک یا زنده را از سایر چیزها تشخیص می‌دهند، بلکه قادرند انواع جنبش‌های عامل خارجی زنده را که قابل پیش‌بینی‌اند دسته‌بندی نمایند. آیا به من حمله می‌کند یا در می‌رود؟ به چپ خواهد رفت یا به راست؟ اگر تهدید کنم عقب نشینی می‌کند؟ آیا من را می‌بیند؟ آیا می‌خواهد من را بخورد یا ترجیح می‌دهد به دنبال همسایه من برود؟ این ذهن‌های جانوری هوشمندتر یک ترفند خوب جدید کشف کردند که همان بکارگیری موضع اسنادی است. یعنی این دسته از جانوران که از سطح بالایی از هوش برخوردارند با چیزهای دیگر در این دنیا به شرح ذیل رفتار می‌کنند. عوامل خارجی که پندارها یا باورهای محدود و امیال مشخصی در این دنیا دارند و با فرض داشتن آن پندار و امیال آنقدر شعور خواهند داشت که کار عاقلانه را انجام دهند. وقتی جانوران موضع اسنادی را به کار می‌گیرند، چیزی شبیه مسابقه تسلیحاتی در پی این کار رخ خواهد داد که آفند و پدافند و حرکت گمراه کننده و حسگر هوشمند حرکت گمراه کننده را در بر خواهد داشت و در نهایت همه این عناصر ذهن جانوران را به قدرت و ظرافت بیشتری سوق خواهد داد. اگر تا به حال سعی کرده باشید که یک جانور را بگیرید یا به دام بیاندازید، از این ترفند و حیله تکامل یافته چیزی نیز عاید شما شده است. کندن ماسه برای صید صدف‌های حلزونی در مقایسه نوعی بازی بچگانه به حساب می‌آید. صدف‌های حلزونی قابلیت موضع اسنادی را در خود پرورش ندادند، ولی با این وجود از پدافند بیش فعال تشخیص مو به عنوان عامل محرک خارجی برخوردارند. کاربرد موضع اسنادی در توصیف و پیشبینی رفتار جانوران غیر قابل انکار است، ولی این بدان معنا نیست که خود جانوران از آنچه که انجام می‌دهند آگاهند. وقتی پرنده‌ای در ارتفاع کم لانه ساخته باشد، شکارچی را با نمایشی منحرف کننده از لانه خودش دور می‌کند. او به طرز قانع کننده‌ای ادا در می‌آورد که بالش شکسته است و از این طریق تصویر وسوسه‌انگیزی از یک شام سهل و آسان در ذهن شکارچی ایجاد می‌کند
ولی این پرنده لزومی ندارد که این ترفند را درک کند. آن چیزی که او باید درک کند شرایط محتمل برای رسیدن به موفقیت است که بتواند بر اساس آن رفتار خود را در برابر انواع انحراف از معیارهایی که می‌بیند بهتر است تنظیم نماید. ولی به همان اندازه که یک جوجه فاخته نیاز است چرایی هل دادن تخم‌های رقیب به بیرون از لانه به وسیله خود او که با هدف افزایش سهم غذای دریافتی خودش از والدین باشد را بداند، آن پرنده نیز بایستی به همان میزان از منطق بنیادین کار خودش، تظاهر به شکستگی بال، آگاه باشد و نه بیشتر. محققان چندین عبارت دیگر نیز برای موضع اسنادی دارند. مثلا برخی آن را نظریه ذهن مینامند. پرماک و وودراف 1978، لزلی 1987، گوپینگ و ملتزوف 1997، ولی فرمول سازی این عبارت با ایراداتی همراه است. بنابراین من ترجیح میدم تا با همان اصطلاح خنثی خودم پیش بروم. پینوشت 5. هر موقع که یک جانور با چیز خارجی به عنوان عاملی رفتار می کند که دارای باور و امیال است، یعنی چیزی که هم دانش دارد و هم اهداف، من از اصطلاح بکارگیری موضع اسنادی استفاده خواهم نمود و بر همین اساس کل آن چیز را نظام اسنادی خواهم نامید. در یک دنیای خصمانه برخورداری از نگرش موضع اسنادی برای یک جانور مفید خواهد بود. استرنلی 2003. چون جانوران دیگری که در آن حوالی هستند ممکن است به دنبال شکار آن جانور به خصوص باشند و ممکن است در مورد محل اختفای او و مقصد آتی او پنداری یا باوری داشته باشند. میان گونه‌هایی که موضع اسنادی در آنها تکامل پیدا کرده، در میزان سطح پیچیدگی تفاوت‌های بسیار متعددی یافت می‌شود. بسیاری از جانوران وقتی با رقیب تهدید کننده‌ای مواجه می‌شوند، می‌توانند به لحاظ حسی تصمیمی را اتخاذ کنند که نتیجه آن یا عقب نشینی در برابر رقیب باشد و یا بلوف شمردن رفتار رقیب. با این وجود اسناد و شواهد بسیار ناچیزی وجود دارد که نشان بدهد این جانوران از چرایی عمل خود آگاه باشند. البته یک سند بحث برانگیز وجود دارد که نشان می‌دهد که شامپانزه‌ها می‌توانند بر این باور یا پندار باشند که موجود یا عامل دیگری، مثلا یک شامپانزه یا یک انسان می‌داند که غذا در داخل جعبه است و نه در سبد. این نوع از اسناد درجه دوم نام دارند. دنت 1983 و شامل داشتن باور درباره باورهای دیگر می‌شود و یا داشتن باور درباره امیال و یا داشتن امیال درباره باورها و غیره. ولی هنوز هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد که یک عامل یا جانور غیر انسانی میتواند بخواهد که شما بر این باور باشید که او فکر میکند که شما پشت درخت سمت چپی پنهان شدید و نه درخت سمت راستی. اسناد درجه سوم. ولی حتی بچه‌های پیش دبستانی هم از انجام بازی‌هایی که حاکی از اسناد درجه پنجم هستند لذت میبرند. مثلا بچه اول میخواهد بچه دوم چیزی را باور کند، ولی در این حال از او میخواهد که تظاهر کند که نمیداند اولی از او چنین خواسته‌ای داشته است. تو کلانتر بشو و از من بپرس دزدا کدوم سمتی رفتن. وضعیت عوامل یا همان جانوران غیر انسانی هرچه که باشد و این میتواند موضوع یک تحقیق بحث برانگیز و پرشور و داغ تلقی شود. پینوشت 6. شکی نیست که انسان‌های عادی برای درک درجات اسنادی نیاز به آموزش ندارند. منظور درک دنیایی با حضور عوامل متعدد، انسان‌های متعدد است که آن عوامل هم مثل خود این انسان‌ها دارای باور و امیالند و همچنین درباره باور و امیال سایرین نیز دارای باور و امیالند. علاوه بر آن این انسان‌ها درباره باور و امیالی که سایرین درباره باور امیال خاصی دارند دارای باور و امیالند و الی آخر. استفاده ماهرانه از درجات اسنادی در انسان به طور طبیعی رخ می‌دهد و ضمناً این پیامد را دارد که محیط انسانی به روانشناسی عوام آغشته شود. دنت 1981. دنیایی که ما تجربه می‌کنیم فقط تشکیل شده از حرکات فیزیکی انسان‌ها نیست، بلکه گستره‌ای از به خاطر آوردنها، فراموشیها، تفکرات، امیدها، شرارتها، ساده‌لوحی‌ها، بدعهدی‌ها، تهدیدها، همپیمانی‌ها و دشمنی هاست. به واقع آن دسته از انسان‌هایی که درک جهان از این منظر را دشوار می‌یابند، افرادی که دچار بیماری اوتیسم هستند، بهترین مثال از این مسئله‌اند. به نسبت افراد مادرزاد نابینا یا ناشنوا از معلولیت قابل توجه تری
برخوردارند. بارون و کوهن 1995 و دانبر 2004. الزامات ذاتی ما به استفاده از موضع اسنادی به قدری قوی است که در جایی که وجود آن مناسب به نظر نمی رسد، در خاموش کردن آن دچار مشکل عدیده می شویم. وقتی کسی را که خیلی دوستش می داریم و یا او را به خوبی می شناسیم می میرد، ناگهان با یک وظیفه بروز رسانی ادراکی مهم مواجه می شویم. عادات فکری خودمان را باید طوری اصلاح کنیم که با دنیایی همخوانی داشته باشند که یک نظام اسنادی کمتر در آن وجود داشته باشد. جملاتی مثل نمیدونم این رو دوست داره، میدونه که من، او نگاه کن این همون چیزیه که همیشه میخواستش. بخش زیادی از درد و سردرگمی که در زمان مواجهه با مرگ کسی به آن دچار میشویم در اثر پیام‌های یادآوری مکرری است که از جانب عادات موضع اسنادی به سوی ما یکسره پرتاب میشوند. پیام‌هایی که مانند آگهی‌های اسپم کامپیوتری به صورت مداوم چیزی را به یاد ما می‌اندازند. ما نمی‌توانیم در بانک داده‌های حافظه خود آن فایل را پاک کنیم و ضمناً اینکه خودمان هم تمایلی به انجام چنین کاری نداریم. چیزی که باعث می شود بسیاری از عادات را حفظ کنیم لذتی است که از غرق شدن در آنها نصیبمان می شود. طوری محو این عادات می شویم که یک پروانه به دور یک شمع. به مجرد اینکه این عادات را به فراموشی می گذارند، شروع به نگهداری اشیایی از مردگان می کنیم تا یادآور خاطرات آنها برای ما باشند و یا تصاویری از آنها درست می کنیم و درباره آنها به داستان سرایی می پردازیم. ولی یک مشکل وجود دارد. جسد منشأ مؤثری در شیوع انواع بیماری است و ما انسان‌ها در طول زمان سازوکار اشمئزاز قوی را در خود تکامل دادیم که موجب می‌شود فاصله خود را با اجساد حفظ نماییم. وقتی با جسد فردی که دوست می‌داشتیم مواجه می‌شویم، عملاً در شرایطی آشفته که ترکیبی از دو حس علاقه و بیزاری همزمان است قرار خواهیم گرفت. خیلی نبایستی تعجب کنیم که این بحران نقشی اساسی در پیدایش ادیان در همه جا داشته است. همانطور که بویر 2001 صفحه 203 تاکید نموده، یک کاری باید با جسد انجام شود و البته این کار باید از نوعی باشد که پاسخگو و تسلی دهنده الزامات موازی و ذاتی قدرت اختیارگرای انسانی باشد. در نتیجه چیزی در همه جای دنیا تکامل پیدا نموده که نوعی ترفند خوب به حساب می آید و برای مواجهه با شرایط ناامیدی و یأس به کار می رود. یک مراسم پرطول و تفصیل که طی آن از طریق خاکسپاری یا سوزاندن مشکل وجود جسد در محیط برطرف می شود. در کنار آن عادات پرتب و تاب مرتبط با موضع اسنادی که ما بین کلی افرادی که شخص فوت شده را می شناختند مشترک بوده، جای خود را به تعبیر حضور ناپیدای فرد متوفا از طریق روح می دهد. این یعنی اذهان ناراحت اطرافیان آن متوفا یک انسان خیالی را خلق می کنند و البته که این انسان خیالی ایجاد شده نیز به همان اندازه انسان واقعی زنده و فعال است. زبان در این فرایند اگر که اصلا نقشی را ایفا می کند، آن نقش چه نقشی است؟ آیا ما تنها گونه پستانداری هستیم که مردگان خود را به خاک می سپاریم چون تنها گونه‌ای هستیم که وقتی با یک جسد تازه مواجه می شویم می توانیم راجع به آنچه که بینمان مشترک است صحبت کنیم؟ آیا آداب خاک سپاری انسان‌های غارنشین حاکی از آن است که آنها به شکل تمام و کمال از زبان جهت مکالمه استفاده می نمودند؟ اینها از آن دست سوالاتی هستند که سعی در پاسخگویی به آنها داریم. زبانهای دنیا پر از افعال متعدد برای انواع پایه کاربردهای باوری تمایلی هستند. به طور نمونه ما تظاهر می‌کنیم و دروغ می‌گوییم و در این حال بلوف می‌زنیم، بدگمان می‌شویم، چاپلوسی می‌کنیم، لاف می‌زنیم، وسوسه می‌کنیم، دلسرد می‌کنیم، فرمان می‌دهیم، منع می‌کنیم و در نهایت نافرمانی می‌کنیم. آیا هنر ما در این که روانشناسان طبیعی هستیم به عنوان یک پیش نیاز برای توانایی زبانی ما به حساب می آید و یا برعکس؟ آیا استفاده ما از زبان موجب پدیدار شدن استعدادهای روانی ما گردید؟ این موضوع بحث برانگیز پژوهش‌های دیگری در حال حاضر است
و شاید حقیقت این باشد که البته اغلب هم این گونه بوده است که فرایندی که رخ داده در عمل یک فرایند دوگانه یا چندگانه تکاملی بوده است که در آن هر استعدادهای دیگر انسانی را تغذیه می نموده است. این امکان وجود دارد که نفس ارتباط از طریق بکارگیری کلام نیازمند درک موضع اسنادی درجه 3 بوده باشد. من باید از شما بخواهم که تشخیص دهید که من در حال اطلاع رسانی به شما هستم. یعنی از شما بخواهم که به آنچه میگویم باور داشته باشید. آورده شده از گرایس 1957 و 69، دنت 1978. ضمناً به اسپربر و ویلسون رجوع نمایید سال 1986. ولی یک کودک نیز مانند یک جوجه فاخته میتواند این فرایند را بدون آگاهی انجام دهد. یعنی آن کودک بدون آنکه درکی از ساختار مستتر در ارتباط اسنادی داشته باشد و یا حتی تشخیص بدهد که در حال برقراری ارتباط است، موفق به برقراری ارتباط می شود. به محض اینکه شروع به صحبت با سایر افراد کنید، وارد دریایی از کلمات جدید خواهید شد که بعضی از آنها را کم و بیش متوجه می شوید. برخی از این مقصودهای ادراکی نظیر کلمات تظاهر، لاف و وسوسه به شما کمک می کند تا توجه خود را معطوف به اعمال تظاهر نمودن، لاف زدن و وسوسه کردن نمایید و از این طریق بتوانید تمرینات گرانبهایی در زمینه روانشناسی عوام انجام دهید. نیکولاس هامفری سال 1978 از عبارت روانشناسان طبیعی برای شامپانزه ها و برخی دیگر از پستانداران استفاده نموده است. ولی با این وجود چون این جانوران از داشتن زبان بی بهره‌اند، موفق به درج یادداشت و مقایسه مثالها با سایر روانشناسان طبیعی نمی شوند. بیان موضع اسنادی در ارتباط کلامی نه تنها باعث افزایش میزان حساسیت، تمایز و تطبیق پذیری روانشناسان عوام می شود، بلکه موجب بزرگ شدن و پیچیده‌تر شدن پدیده‌های روانی عوامی می‌گردد که این افراد یعنی روانشناسان طبیعی در حال تعامل با آنها هستند. شاید یک روباه مکار باشد، ولی کسی که از شما تعریف می‌کند و می‌گوید که شما به اندازه یک روباه مکارید، در آستین خودش بسیار بیشتر از یک روباه حقه داشته باشد. زبان این قدرت را به ما داده تا چیزهایی را به خاطر بیاوریم که در زمان اکنون در معرض حواس ما قرار ندارند. زبان ما را قادر می‌سازد تا به روی موضوعاتی متمرکز شویم که در شرایطی غیر از این گنگ و خارج از دایره ادراک بودند. زبان برای ما دنیای خیالی از تجسمات را فراهم می‌آورد که مملو از عواملی، انسان و یا موجودات دیگر است که برای ما از اهمیت شایانی برخوردارند. عواملی که زنده هستند ولی در انظار ما حضور ندارند و یا مردند ولی از یاد و خاطره ما پاک نشدند. با توجه به اینکه این عوامل خیالی از فشارهای اصلاح گرایانه و باید و نبایدهای دنیای واقعی در امان هستند، لذا آنقدر در درون ذهن ما آزادی عمل دارند تا طوری تکامل پیدا کنند که طنین انداز ترس‌ها و تمایلات ما باشند. غیبت یک عامل موجب می شود قلب بیش از پیش در تمنای وجودش باشد و البته اگر هم که آنچه غایب است در واقعیت ترسناک بوده، غیبتش باعث می شود ترس از آن بیشتر و بیشتر شود. با وجود موارد مندرج، هنوز هم کل این چیزها موجب نمی شود تا نیاکان ما به دین رسیده باشند، ولی حداقلش این بوده که برخی عادات فکری خود را به شکل مداوم و بیمارگونه‌ای تکرار و شاخ و برگ دادند. بخش 4. با استنتاج قهقرایی نسبت به دوره پیش تاریخ بشریت از طریق تفکر زیست شناسانه، گمان می‌بریم که ادیان عوام نیز مانند آنچه که برای زبان رخ داده، بدون هیچ الگوی آگاهانه و عامدانه‌ای و از طریق فرایندهای مستقل تکامل زیستی و فرهنگی دچار پیدایش شدند. در بن و ریشه باور انسانی به خدایان غریزه‌ای بسیار ظریف وجود دارد. سرشت و گرایش بشری به اسناد عاملیت، یعنی باورها، تمایلات و سایر احوالات ذهنی، به هر چیز پیچیده‌ای که متحرک باشد. بخش 5.
هشدارهای اشتباه ساطع شده است سمت سرشت بیش فعال ما با هدف جستجو برای عوامل در هر جایی که عملی اتفاق بیفتد در نقش عناصر آزاردهنده خارجی عمل می کنند که لایه لایه مروارید دین به دور آن رشد پیدا می کند. از میان این ادیان در حال رشد فقط آن گونه هایی که بیش از بقیه در تطابق با ذهن انسان هستند و پاسخگوی نیازهای عمیق روانی و جسمی انسانند یا حداقل اینطور به نظر می رسد موفق به بازنشر می گردند و سپس در ادامه نیز از طریق هرس مداوم فرایندهای انتخابی پالایش می گردند. بخش پنجم، دین روزهای نخستین. 1. عاملان فراوان، رقابت بر سر امکان تکرار. ممکن است برای خودم به آرامی و پراکندگی فهرستی از نقل قولهای زیبا از اذهان متفکر را تکرار کنم، اگر که بتونم هر کدومشون رو به یاد بیارم. دوروثی پارکر: چیزهایی که به عنوان امکانات لوکس و مفید در دنیای بسیار نوین و سریع برای شما مزیت رقابتی به شمار میآیند ممکن است خیلی زود به واجبات بدل گردند. امروزه ما از اینکه چگونه میتوانیم بدون تلفن، گواهینامه رانندگی، کارت اعتباری و کامپیوتر زندگی کنیم دچار شگفتی میشویم. و این مطلب روزی درباره زبان و موضع اسنادی صادق بود. چیزی که به عنوان یک ترفند خوب پا به عرصه وجود گذاشت، رفته رفته با اجتماعی تر شدن و زبانمند تر شدن نیاکان ما به یک امر واجب عملی در زندگیمان بدل گردید. و البته همانطور که قبلا نیز اشاره شد، ممکن است پدافند تشخیص عامل خارجی به پدافندی بیش فعال تبدیل گردد که خوبی آن از حد بدر شده باشد. تجربه ممتد حضور اهل قبور در قالب روح در زندگی نیاکان ما تنها سوء مصرف موضع اسنادی نبوده است. عمل اسناد دادن مقاصد یا اهداف به چیزهای متحرک در محیط روح بخشی یا جان بخشی نامیده می شود که در واقع اعطای روح، ریشه آنیما در زبان لاتین، به یک عامل متحرک است. افرادی که سعی می کنند اتومبیل‌های قراضه خود را با زبان بازی به حرکت در بیاورند و یا به کامپیوترهای خود ناسزا می گویند، در عمل سنگواره‌هایی از این روح بخشی را از خود به نمایش می گذارند. شاید خودشان هم آنقدر گفتار و کردار خود را جدی نگیرند، ولی در عین حال خود را در چیزی غوطه‌ور نمودند که از آن لذت میبرند. این واقعیت که عملکرد فوق ذکر با هدف بهبود حال افراد صورت میگیرد و به وضوح در فرهنگ‌های مردمان مختلف مشاهده میشود، اشاره به این مطلب دارد که حس الزام به مواجهه با چیزها، خصوصا چیزهای ناامید کننده، به عنوان عواملی که دارای باور و تمایلات هستند، چقدر عمیق در ماهیت زیستی انسان ریشه دوانده است. ولی اگر بازی امروز ما با روح بخشی آن جدیت سابق خود را از دست داده است و حالتی کنایه آمیز پیدا کرده، دوره ای نیز در زمانهای دور بوده است که تمایل رود به جاری شدن در دریا و یا مقصود خیر یا شر ابرهای باران به قدری جدی و واقعی گرفته می شدند که عملاً تبدیل به مسائل مرگ و زندگی می شدند. به طور مثال چه بسیار افراد بیچاره‌ای بودند که برای فرونشاندن آتش سیری ناپذیر خدای باران قربانی می شدند. می توان اینطور استدلال کرد که اشکال ساده آنچه که روح بخشی عملی می نامیم نه تنها اشتباه نیستند، بلکه راه‌های بسیار مفیدی هستند که می توانیم از طریق آنها رد گرایشات الگوهای طراحی شده، چه زنده و چه تصنعی را دنبال کنیم. آنچه باغبانی که سعی می کند کشف کند گلها و سبزیجات مختلف او چه ترجیحاتی دارند و یا اینکه با آوردن یک شاخه زغالخته به داخل فضای مسقف و گرم خانه و باز شدن غنچه هایش آن گیاه را فریب می دهد که فکر کند فصل بهار است، واجب نیست که حتما از حد اعتدال خارج شود و بخواهد بداند که گلهای اطلسی باغچه او راجع به چیزی در حال خیال پردازی اند. حتی گاهی اوقات میتوان نظام‌های غیر طراحی شده فیزیکی را در قالب عبارات اسنادی و روح بخش به خوبی توصیف کرد. رودخانه به معنای واقعی کلمه نمیخواهد که به اقیانوس برگردد، ولی همانطور که مصطلح است، آب
دنبال سطح تراز خودش است و یا صاعقه به دنبال بهترین مسیر منتهی به زمین می‌گردد. تعجب برانگیز نیست که تلاش انسانها برای توضیح الگوهای ادراک شده در جهان اغلب منتهی به استفاده از روش روح بخشی به عنوان یک روش تقریبی مناسب و عملاً پیش بینیگر از پدیده‌های پیچیده پنهان و غیرقابل تصور باشد. ولی گاهی اوقات نیز تاکتیک بکارگیری رویکرد موضع اسنادی نتیجه بخش نخواهد بود. مثلا اینکه نیاکان ما چقدر دوست داشتند که بتوانند آب و هوا را پیش بینی کنند و برای رسیدن به این هدف کشف کنند که تمایلات آب و هوا چیست و چه باورهایی را در خود جای داده است، یکی از همین مثالهای عدم نتیجه بخشی است. البته شکی نیست که به نظر در اغلب مواقع انجام این کار نتیجه میداد. به طور نمونه هر چند وقت یک بار رقص قبیله‌ای برای باران موجب بارش باران میشد. با توجه به این مثالها معلول و نتایج این گونه کارها چه خواهد بود؟ سالها پیش روانشناس رفتاری B.F. اسکینر 1948 اثر جالب موهومات را بر روی کبوترهایی که تحت یک برنامه تصادفی مجاب کننده قرار گرفته بودند نشان داد. هر چند لحظه یک بار و صرف نظر از اینکه در آن لحظه کبوتر مشغول به انجام چه کاری است، یک صدای کلیک ایجاد می‌شد و سپس یک حبه غذای جایزه به او داده می‌شد. دیری نپایید که این کبوتران بر حسب این برنامه تصادفی نوعی رقص از خود به نمایش در می‌آوردند و به سرعت به بالا و پایین پریدن و دور خود چرخیدن روی آوردند و سرشان را بالا می‌آوردند. سخت است که در مقابل حس قرار دادن یک متن گفتگویی با خویشتن در ذهن این کبوتران مقاومت کنیم. خب حالا ببینیم. آخرین ماهی که جایزه گرفتم یه بار دور خودم چرخیده بودم و سرم رو بلند کردم. بذار دوباره امتحان کنیم. نه، جایزه در کار نیست. شاید خوب دور خودم نچرخیدم. نه، شاید باید قبل از اینکه دور خودم بچرخم و سرم رو بلند کنم به سرعت یه مرتبه بالا و پایین بپرم. بله خودشه. حالا چیکار کردم؟ برای آسیب پذیر بودن و اسیر شدن در چنین توهماتی لزوماً به داشتن زبان نیازی ندارید. تکگویی فوق ذکر فضایی را که منجر به چنین نتیجه‌ای می شود را به تصویر می کشد و البته چنین فضا و نتیجه‌ای نیازی به تعمق آگاهانه نیز ندارد و تنها چیزی که نیاز است مجاب شدن در وجود یک شرایط بخصوص است. ولی همین اصل در گونه‌ای که چه خود را نسبت به خود و چه سایر عوامل را نسبت به خود توصیف و تعبیر می کند اثر به مراتب بیشتری خواهد داشت. اگر فقط از طریق مجبور نبودن کبوترها به این سو و آن سو رفتن در یک دام مجاب کننده به چنین نتیجه دور از ذهن و خارق العاده‌ای دست پیدا کنیم، باورش دشوار خواهد بود که نتایج مشابهی نیز در رابطه با نیاکان ما به واسطه اتفاقات خوشایند تصادفی در ذهنشان نقش نبسته باشد. ضمن این که بایستی توجه داشت نیاکان ما به خاطر علاقه ذاتی خود نسبت به موضع اسنادی این گرایش قوی را داشتند که نسبت به پدیده‌های گیج کننده‌ای که با آنها مواجه می‌شدند عوامل ناپیدا یا حتی انسان نماهایی را به عنوان عروسک گردانان پشت صحنه دخیل نمایند. مطمئناً ابرهای شبیه عواملی که دارای باور و تمایلات باشند به نظر نمی‌رسند. پس بنابراین بیشک طبیعی است که فرض کنیم که ابرها چیزهای بیروح و منفعلی هستند که به واسطه دلایل پنهانی که قیافه‌هایشان به عوامل یا نهادها شبیه است تحت کنترل باشند. مثلا خدایان باران و خدایگان ابرها و از قبیل اینها. کاش که میشد این خدایان را ببینیم. ایده متناقض و جالب چیزی که ناپیداست ولی شبیه به یک شخص است. سر، چشم، بازو و پا دارد و شاید یک کلاهخود به خصوصی نیز روی سرش گذاشته باشد. از سایر ترکیبات ذاتاً متناقض متفاوت است. به طور مثال جعبه‌ای را تصور کنید که هیچ فضای داخلی ندارد که چیزی در آن بگذارید، یا به مایعی فکر کنید که خیس نیست. بخواهیم به کلام ساده بیان کنیم، این ایده ها و تصورات چیزهای خیلی جذابی نیستند که به مدت طولانی حیرت انگیز به نظر برسند. برخی مهملات از برخی مهملات دیگر بیشتر جلب توجه می کنند. چرا؟ تنها به این دلیل که حافظه ما نسبت به محتوایی که ذخیره می کند بی تفاوت نیست. برخی چیزها به زعم ما به یاد ماندنی تر از بقیه هستند و برخی چیزها به قدری جالبند که تقریباً فراموش نشدنی به نظر می رسند.
در حالی که چیزهای دیگر مثل ترکیب اتفاقی کلمات مربی داوطلب صرف نظر از تمرین داخل زمین، کلماتی که به طور اتفاقی از اولین متن روزنامه‌ای که همین الان دستم رسید درآوردم فقط برای چند ثانیه قابل به یادآوری هستند و آن هم تازه اگر عمدن چندین مرتبه آن را برای خودتان تکرار نمایید و یا اینکه داستانی را سرهم بندی کنید که در قالب آن این کلمات معنای خاصی بدهند. حس دردناکی است که امروزه بدانیم توجه ما یک کالای نایاب است که بسیاری از رقبا در تصاحب سهم خود از آن با ما چشم و همچشمی دارند. حجم زیاد داده‌ها به همراه بمباران تبلیغاتی به علاوه مجموعه‌ای از سایر پرت اندیشی‌ها چیز جدیدی نیست. فقط چون امروزه هزاران نفر در امر طراحی روش‌های جدید جلب توجه و حفظ توجه تخصص پیدا نمودند، ما تازه در این مورد به آگاهی رسیدیم. ما و به واقع کلیه گونه‌های زنده و متحرک همواره بایستی صافی‌ها و سوگیری‌هایی در نظام‌های عصبی درونی خود ایجاد کرده باشیم تا بتوانیم به واسطه آن نمایش گذرای آنچه که ارزش وقت گذاشتن و توجه را داشته باشد پایش کنیم و نکته مهم آن است که این صافی‌ها به نفع برخی از انواع معین از استثناها و نابهنجاری گرایش دارند. پاسکال بویر سال 2001 این استثناها را ضد شهودی نامگذاری می کند، ولی منظور او از این واژه در قالب یک فضای فنی بایستی در نظر گرفته شود. نابهنجاری های ضد شهودی خصوصاً وقتی جالب توجه و به یاد ماندنی می شوند که یک یا دو پیشفرض اولیه در مورد یک طبقه بندی بنیادین مثل شخص، گیاه یا ابزار را نقض می کنند. ترکیبات کلامی وجود دارند که در ابتدا اصلاً قابل طبقه بندی نیستند، چون مهمل بودن بیش از حدشان باعث می شود تا در مسابقه جلب توجه به موفقیت دست پیدا نکنند. ضمن آنکه ترکیبات کلامی که خیلی ملایم و بی‌مزه باشند به قدر کفایت جالب توجه به نظر نمی رسند. مثلا یک تبر نامرئی بدون دسته و سر گرد یک مهمل آزاردهنده به نظر می رسد. تبری که از پنیر ساخته شده باشد کمی ذهن را قلقلک می دهد. هنرمندان مفهومی هستند که با همین ایده های مسخره زندگی خوبی را برای خود دست و پا کردند. ولی یک تبر سخنگو، حالا یک چیزی داریم که توجه را به خودش جلب کند. این دو ایده را در کنار هم قرار دهید. از یک طرف سوگیری بیش فعالی که در طلب عامل است و در طرف دیگر نوعی نقطه ضعف در مقابل برخی ترکیبات لغوی به یاد ماندنی. نتیجه حاصله یک دستگاه تولید قصه و تخیلات خواهد بود. هر بار که اتفاق گیج کننده رخ دهد، حسی از بیم و کنجکاوی ایجاد می گردد. پاسخی با مضمون چه کسی آنجاست که آغاز فرضیه های مرتبط با آن موضوع است. شاید آقای سم باشه، شاید یک گرگ باشه، شاید شاخه‌ای در حال افتادن باشه، شاید درختی باشه که میتونه راه بره. میتونیم اینطور فرض کنیم که این فرایند تقریباً هرگز چیزی با قدرت پایا و پابرجا ایجاد نمی کند. میلیون‌ها یا میلیاردها اشکال از خیال پردازی که قبل از اینکه به خاطر آورده شوند از اذهان محو می‌گردند، مگر در یک روز مناسب که یکی از همین خیال پردازی‌ها در زمان درست و با بسامد درست رخ دهد و بدین صورت نه یک بار و دو بار بلکه بارها و بارها تکرار می‌شود. بدین صورت تباری از ایده‌ها تباری با جنبش آزاد متولد می‌گردد. هر بار که ذهن مبتکر فرد خیال پرداز این ایده جذاب را از سر بیکاری و نه به عمد مرور می کند، آن ایده بزرگتر و بزرگتر می شود. بزرگتر به این مفهوم که امکان رخداد آن در ذهن فرد مبتکر بیشتر و بیشتر می شود و به همین نسبت و در قیاس با سایر خیال پردازی های رقیب که داخل مغز فرد مبتکر رخ می دهند از قدرت بازتولید بیشتری برخوردار خواهند بود. البته این ایده هنوز به یک انگاره و یا آن چیزی که از ذهن انفرادی به فرهنگ انسانی رخنه کرده باشد تبدیل نشده است، ولی یک پیش انگاره مناسب به حساب می آید، چون کمی تا قسمتی وسواس‌آمیز است، یعنی اغلب تکرار می شود و اغلب بازگو می گردد. به عبارت دیگر منظور از پیش انگاره عروسک بازی کردن با یک ایده است. تکامل درباره فرآیندهایی است که تقریباً هیچگاه اتفاق نمی‌افتند. هر تولد در هر تباری بالقوه‌ای که رخ داد در جهت خاص شدن یک گونه است، ولی این خاص شدن تقریباً هیچگاه رخ نمی‌دهد.
حداقل نه حتی یک بار در 1,000,000 تولد. جهش دی تقریبا هرگز اتفاق نمیافتد، نه حتی یک بار در 1,000,000,000,000 رونوشت، ولی تکامل همچنان روی آن حساب باز می‌کند. مجموعه‌ای از اتفاقات بسیار کم تکرار را در نظر بگیرید. چیزهایی که تقریبا هرگز اتفاق نمیافتند. سپس آنها را در دسته‌های اتفاقات خوشایند، اتفاقات خنثی و اتفاقات مرگبار تقسیم بندی کنید. سپس اثرات حاصله از اتفاقات خوشایند را چند برابر کنید. این شرایط به شکل خودکار در زمانی که شما باز تولید و رقابت را دارید اتفاق میافتند و در نتیجه خروجی آن تکامل خواهد بود. انگاره شناسان اعصار آتی اغلب از این واقعیت غافل می شوند که بخشی از چرخه عمر یک انگاره رقابت لحظه به لحظه آن با سایر ایده های جای گرفته در درون مغزهای میزبانان است. البته این رقابت فقط محدود به سایر انگاره ها نمی شود، بلکه هر ایده‌ای که هر کسی به آن فکر می کند را نیز در بر می گیرد. تکرار خواه عمدی باشد یا سهوی باز تولید به شمار می آید. ما می توانیم از طریق تکرار آمدانه چیزی را به یک انگاره یا دستکم به یک مطلب ازبر شده یا حفظ شده تبدیل نماییم. مثلا یک شماره تلفن یا قانونی جهت پیروی و اینکه بگذاریم طبیعت کار خودش را انجام دهد که در آن صورت سوگیری‌های ذاتی مغز ما به طور خودکار چیزهایی را تکرار می‌کند که مغز ما را قلقلک می‌دهد. احتمالاً در واقع این منشأ حافظه سریالی یا همان توانایی ما در به یادآوری رخدادهای زندگیمان است. در آخرین تولدت صبحانه چه خوردی؟ احتمالاً به خاطر نمی‌آورید. در روز مراسم عروسیت چه لباسی پوشیده بودی؟ احتمالاً به خاطر می‌آورید، چون چه قبل، چه حین و چه بعد از مراسم عروسی راجع به آن بارها و بارها فکر کرده اید. برخلاف حافظه کامپیوتر که در مقام یک ذخیره‌گاه با حقوق مساوی با همه داده‌ها برخورد می‌کند و هر آنچه که به سمتش رها شود را با آمادگی کامل ثبت و ضبط نماید، حافظه مغز انسان دارای سوگیری و رقابت پذیری است. مغز انسان در طی اعصار تکامل به شکلی طراحی شده است که برخی چیزها را با آمادگی بیشتر نسبت به سایر چیزها به خاطر می‌آورد. مغز ما بخشی از این کار را از طریق تکرار ناهمسان انجام می‌دهد، به طوری که بعد از یک نگاه گذرا تصمیم می‌گیرد تعیین کند که کدام یک از موارد حیاتی و کدام یک کم اهمیت هستند. این کار به نحو مناسبی انجام می شود به شکلی که توجه مغز ما در زمان دستبندی به ویژگی‌هایی خواهد بود که در گذشته در ردیف چیزهای حیاتی قرار گرفتند. یک نصیحت خوب به یک انگاره بالقوه این خواهد بود: اگر به دنبال تعدد تکرار هستی یا به دنبال باز تولید هستی، سعی کن مهم به نظر برسی. گمان می رود که حافظه یافته شده در مغز سایر جانوران نیز به مانند حافظه انسان به سمت ترکیبات حیاتی سوگیری داشته باشد. به خاطر یک دلیل ساده، حافظه جانوران نسبتاً در مقابل خیال پردازی نفوذ ناپذیر بوده است و آن فقدان زبان است. مغز جانوران راهی برای بهره ور نمودن خود از انفجارهای ترکیبات زبانی که در محیط طبیعی یافته نمی شده نداشته است. چگونه یک میمون پردغدغه میتواند ترکیب ضد شهودی یک درخت در حال قدم زدن یا یک موز نامرئی را به لحاظ زبانی بسازد؟ اگر که فقط بتوان این ایده ها را به یک میمون ارائه کرد، ممکن است که همین ایده ها ذهن یک میمون را درگیر خود کنند. آیا ما می‌دانیم که این فرایند خیال پردازانه به مدت هزاران سال در گونه ما و فقط در گونه ما در حال رخ دادن بوده است؟ خیر، ولی امکان جدی می باشد که بایستی بیشتر راجع به آن تحقیق کرد. با استفاده از ملزوماتی که فقط به وسیله تکامل و برای اهداف دیگر به کار گرفته می شوند، این فرضیه می تواند توضیح دهد که چگونه خیال پردازی پرثمر و درخشان می تواند به نوعی مسئول به وجود آمدن ویترینی جهانی از موجودات روحانی و شیطانی باشد.
چون هیولاها هیچگاه وجود نداشتند، پس یا باید عمدن و یا سهواً ابداع شده باشند، همانطوری که زبانها ابداع شدند. این ابداعات پرهزینه‌اند و در نتیجه واحد تحقیق و توسعه‌ای که برای این کار نیاز است، بایستی به طریقی ایجاد شود که پاسخگوی هزینه خود باشد. فعلا این فرضیه را به صورت خیلی کلی و بدون ذکر جزئیات بیان می نمایم، ولی در عین حال اشکال محدودتر آن نیز وجود دارد که ویژگی بارز آنها نتایج قابل مشاهده، آزمایش و اندازه‌گیری می باشد. می توانیم اسطوره‌شناسی جهانی را برای یافتن الگوهایی که قابل پیش بینی توسط نسخه‌هایی از این فرضیه و نه همه نسخه‌های آن هستند را مورد کندوکاو قرار دهیم. و البته که نبایستی در این بررسی خودمان را به گونه انسانی محدود نماییم. آزمایشات دیگر در کنار نتایج آزمایش تحریک موهومات در میان کبوتران، آزمایش اسکینر ممکن است منجر به شناسایی سوگیری‌ها و خطاهای مستتر در سازوکارهای حافظه میمون شوند. ضمناً مشابه دیگری از همین آزمایشات توسط نیکو تینبرگن و روی مرغ‌های دریایی انجام شد در سالهای 1948 و 59 که به خوبی سوگیری‌های ادراکی این پرندگان را نشان می‌دهد. پرنده بالغ ماده یک نقطه نارنجی بر روی منقار خود دارد که جوجه‌هایش به طور غریزی به آن نوک می‌زنند تا پرنده ماده را تحریک به برگرداندن غذا از گلوی خود و غذا رسانی کنند. تینبرگن نشان داد که جوجه‌ها به نمونه مقوایی پررنگ مشابه همان نقطه نارنجی یا همان به اصطلاح محرک‌های فوق‌العادی بیشتر نوک می‌زنند. پاسکال بویر 2001 اشاره می‌کند که انسان‌ها در طول اعصار محرک‌های فوق‌العادی خود را شناخته و به استفاده از آنها مبادرت ورزیدند. شروع نقل قول: هیچ جامعه انسانی که فاقد برخی سنن موسیقی باشد وجود ندارد. با وجود اینکه امکان دارد این سنن با یکدیگر خیلی متفاوت باشند، ولی برخی اصول در همه جا صادق است. به طور نمونه اصوات موسیقی همواره به صدای خالص نزدیکترند تا صدای آزاردهنده. به جهت توضیح مضاعف، آنچه که شما از اصوات موسیقی دریافت می‌کنید، اصوات فوق صدادار یعنی همان فرکانس‌های خالص در مقابل فرکانس‌های ترکیبی که نشان دهنده حروف صدادار عادی هستند و اصوات بی صدای خالص هستند. اصوات بی صدای خالص توسط ابزار موزون و صدای همراه با درنگ آغازین اکثر سانس‌ها ایجاد می‌شوند. این ویژگی‌ها موجب می‌شود تا موسیقی به فرم فشرده‌ای از تجربه اصواتی تبدیل شود که به واسطه آن کورتکس مغز دوزهای خالص و فشرده از چیزی را دریافت کند که آن را فعال می‌نماید. این پدیده فقط محدود به موسیقی نیست. انسان‌ها در همه جا و با هدف تحریک کورتکس بینایی مغز محیط اطرافشان را پر از تصنعات می‌کنند. به طور مثال به جای رنگ‌های قهوه‌ای و سبز کمرنگ و کسل کننده در محیط‌هایی که چشم انسان به آنها آشناست، از رنگ‌های سیر و اشباع شده استفاده می‌شود. به همین نسبت نظام بینایی ما به تقارن موجود در اشیا حساس است. تقارن دو جانبه به طور اخص از اهمیت برخوردار است. وقتی دو سمت یک جانور یا یک انسان یکی به نظر می‌رسند، معنایش این است که آن جانور یا انسان رو به شما قرار گرفته است. این ویژگی نه تنها در تعامل با انسان‌ها به کار می‌رود، بلکه در خصوص شکار و شکارچیان استفاده از آن صادق است. شما نمی‌توانید مجموعه یا گروه انسانی را بیابید که ابزار دیداری با چنان تنظیمات متقارنی را تولید نکنند. از آرایش‌های ساده صورت بگیرید تا فنون اصلاح مو، الگوهای پارچه و طراحی داخلی. صفحات 132 و 133. چرا سایر گونه‌ها دارای هنر نیستند؟ بار دیگر پاسخ محتمل که اثبات شده نیست ولی قابلیت اثبات دارد همان فقدان زبان است. سایر گونه‌ها فاقد ابزار لازم برای خلق ترکیبات محرک جایگزینند و از همین رو فاقد دیدگاه مورد نیاز جهت بررسی اثرات ترکیبی حواس خود نیز هستند. پینوشت 1. تینبرگن از طریق مشاهدات موشکافانه و آزمون و خطا به طور هوشمندانه‌ای محرکات فوق طبیعی ایجاد نمود که پرندگان و سایر جانورانش را در مجموعه‌ای از رفتارهای عجیب به دام بیندازد.
شکی نیست که جانوران گاهی اوقات از طریق کشف سهوی یک محرک فوق طبیعی و دادن اختیار به آن برای انجام کارش خود را به دام می‌اندازند. ولی با فرض این موضوع بعد از آن چه اقدامی خواهند نمود؟ اگر حس خوبی داره دوباره انجامش بده. ولی در واقع شاید تکثیر انواع ناهمسان که اکتشاف الگوی حقیقی وابسته به آن است احتمالاً برای این جانوران میسر نباشد. به جهت جمع‌بندی موارد فوق ذکر، حوریان به یاد ماندنی، پریان، اجنه و شیاطین که اسطوره شناسی هر انسانی مملو از آنهاست، فرزندان خیالی عادت بیش فعال جستجو برای یافتن عاملیت هستند. و البته که این جستجو هر زمان که ما دچار حس شگفت زدگی یا بیمناکی شویم رخ می‌دهد. این اصل باعث تولید ناآگاهانه تعداد کثیری از ایده‌های عاملیت می‌شود که بسیاری از آنها به قدری احمقانند که حتی ارزش یک لحظه توجه را هم ندارند. فقط چندتایی که خوب طراحی شدند از مسابقه تکرار موفق بیرون می‌آیند و البته در این مسیر رو به جلو دچار جهش و بهبود نیز می‌شوند. آن دسته از طرح‌هایی که به یاد ماندنی هستند و به اشتراک گذاشته می‌شوند، برندگانی تقویت شده از میان میلیاردها رقابت برای برخورداری از فرصت تکرار در مغز نیاکان ما بودند. البته این ایده جدیدی نیست. فقط توضیح تکمیلی و ادامه ایده است که برای نسل‌های متمادی با ما همراه بوده است. همانطور که داروین به شخصه گمان می‌کرد. شروع نقل قول باور به نادیده و یا عوامل روحانی به نظر در میان همه انسانها مشترک است. درک چگونگی پیدایش چنین چیزی دشوار نیست. به محض اینکه قوه‌های مهم تخیل، شگفتی و کنجکاوی به همراه قدرت تعقل به شکل نسبی رشد پیدا نمودند، انسان به طور طبیعی تشنه آن شد که آنچه اطرافش رخ میداد را درک کند و به طرز مبهمی در خصوص وجود خود به گمان زنی بپردازد. 1886 صفحه 65 پایان نقل قول. تا اینجا که همه چیز خوب است، ولی آنچه که تا به حال شرح داده ایم راجع به موهومات بوده است و نه دین. دنبال جن و پری بودن در باغ منزلتان و یا گشتن دنبال لولو زیر تختتان هنوز داشتن دین به حساب نمی آید. چه چیزی کم داریم؟ یکی از آنهایی که کم داریم باور است. چون با وجود اینکه داروین از باور به مفهومات روحانی سخن میگوید، ولی ما تا به حال شرحی از چیزی که بتواند مطلبی به این درجه از اهمیت را در خود جای بدهد ارائه ننمودیم. هنوز چیزی درباره اجبار به باور داشتن به یک ایده عروسک بازی که مداوما در ذهن بازیافت می شود گفته نشده است. شاید فقط یک حدس و گمان باشد یا یک شگفتی و یا شاید هم حتی یک نیمچه سوء ظن که به طرز وسواس آمیزی مردود شمرده شده است. شاید هم اصلا تکه‌ای مسحور کننده از یک قصه. هیچ کسی تا به حال به سیندرلا یا دخترک شنل قرمزی باور نداشته، ولی داستان‌های خیالی آنها به طرز وفادارانه‌ای با مقداری جهش سینه به سینه در میان نسل‌ها منتقل شدند. بسیاری از قصه‌های خیالی واقعی نبودن خودشان را با درس اخلاقی که در بطن خود دارند جبران می‌کنند و به این ترتیب از این اعتبار برخوردار می‌شوند تا به نقالان و شنوندگان خود یادآوری کنند که آنچه که در قصه آمده داده‌های اطلاعاتی درباره دنیای بیرونی نیست. برخی دیگر از قصه‌ها مشخصاً فاقد درس اخلاقی‌اند. مثلا قصه گلدیچ‌ها چه چیزی به بچه‌های ما یاد می‌دهد؟ وارد منزل غریبه ها نشوید و دقیقاً به همین دلایل این قصه باید در مسابقه نقل قول به نسل بعدی پایداری از خودش نشان دهد. همانطور که در شرایط تکاملی معمول است، مسیری به شکل تدریجاً پرفراز و نشیب وجود دارد که اذهان وابسته بایستی آن را بپیمایند. مسیری که با شک و لرزش آغاز می شود. آیا واقعاً جادوگران بدجنس در جنگل‌ها وجود دارند؟ و سپس حس شیفتگی بی‌طرفانه، یک قالیچه پرنده، فقط تصورشو بکن، و در ادامه گلایه کردن از عدم قطعیت، اسب تکشاخ، من که تا حالا ندیدم، و در نهایت به یقین پابرجا ختم می‌گردد. شیطان به اندازه همون اسبی که آنجا می‌بینید واقعی است.
شیفتگی یا افسون به اندازه خود کافی است تا موجب تکرار و باز تولید شود. تقریبا همه افرادی که رونوشت خوب و قوی از تکشاخ در ذهن خود دارند، ولی علیرغم آن افراد انگشت شماری به وجود آن باور دارند. ولی با وجود اینکه گوزن‌های کوچک پدو واقعی‌اند، می توانید خودتان راجع به این جانور مطالعه کنید. به سختی می توان کسی را یافت که ذهنیتی از آنها داشته باشد. دین چیزی فراتر از شیفتگی نسبت به مفهومات عامل نمای ضد شهودی است. 2. خدایان به عنوان طرفهای علاقمند. چرا خدایان بالای سرم که باید همه چیز را بدانند به فکر من نیستند و می‌گذارند تا از برم بروی؟ کول پورتر. هر بار که میگوییم بدرود. پرستش نیاکان باید برای آن قشر که خودشان در شرف تبدیل به نیاکان هستند ایده جذابی به نظر برسد. استیون پینکر. ذهن چگونه کار می کند؟ با وجود اینکه سایر گونه‌ها از موضع اسنادی فقط در موارد محدودی استفاده می‌نمایند، مثلا برای پیشبینی حرکات شکارچی یا شکار و کمی هم برای قلدری و بلوف زدن، ما انسان‌ها در عوض همواره درگیر روابط شخصیمان با سایر افراد هستیم. نگرانی درباره شهرت و اعتبارمان، نگرانی درباره عهدها و الزامات تحقق نیافته‌مان و یا بازنگری درباره عواطف و سرسپردگی‌هایمان. برخلاف سایر گونه‌ها که همواره باید نگران شکارچی در کمین و یا منابع غذایی رو به کاستی باشند، ما انسان‌ها عموماً این دغدغه‌های الزامی را با چیزهای دیگری معاوضه کردیم. هزینه‌ای که گونه ما بابت امنیت زندگی در اجتماعات بزرگ متشکل از برهم کنشگران ارتباطی با صورت مسئله‌های مختلف باید بپردازد، اجبار در پیگیری همین صورت مسئله‌های در هم پیچیده و روابط متغیر آنهاست. به چه کسی می‌توانم اطمینان کنم؟ چه کسی به من اطمینان می‌کند؟ چه کسانی رقیب من و چه کسانی دوست من هستند؟ به چه کسانی دین دارم و دین چه کسانی نسبت به خودم را بایستی ببخشم یا بگیرم؟ دنیای انسانی آکنده از چنین اطلاعات راهبردی اصطلاح پاسکال بویر است و آنچه که بیش از همه چیز در رابطه با من مثل ورق بازی مهم است، این مطلب است که در تعامل اجتماعی فرض ما بر این است که دسترسی سایرین به اطلاعات راهبردی نه به شکل کامل است و نه خودکار. سال 2001 صفحه 155. آیا او می‌داند که من می‌دانم که او می‌خواهد شوهرش را ترک کند؟ آیا کسی می‌داند که من آن خوک را دزدیدم؟ نه تنها قصه تمام داستان‌های تاریخی، اندوهنامه‌ها و رمان‌ها، بلکه طنزنامه‌ها و کتاب‌های فکاهی نیز بر روی تنش‌ها و پیچیدگی‌های استوار است که از عدم سطح دانش یکسان افراد یا عوامل از اطلاعات راهبردی نشأت می‌گیرند. انسان‌ها چگونه با این همه پیچیدگی سر می‌کنند؟ پینوشت 2. گاهی اوقات وقتی که افراد یک بازی ورق جدید یاد می‌گیرند، آموزگارشان به آنها توصیه می‌کند که دست خود را به صورت باز روی میز بچینند تا بقیه نیز ببینند که دست بقیه چگونه است. این یک راه عالی برای آموزش تاکتیک‌های بازی است. این کار به مثابه عصای دستی برای قوه تخیل است. شما این امکان را خواهید داشت که چیزی را ببینید که در حالت عادی از شما پنهان می‌شود و بنابراین این کار به شما کمک خواهد نمود تا تعقل خود را بر مبنای واقعیات استوار کنید. نیازی نیست حساب ورق‌ها را در ذهن خود داشته باشید، چون هر وقت که نیاز به یادآوری داشته باشید می توانید به روی میز نگاهی بیاندازید. این به شما کمک می کند تا مهارت تصویرسازی ورق‌ها در زمانی که پنهان هستند را کسب کنید. آنچه که در سر میز ورق بازی رخ می دهد قابل تعمیم به زندگی واقعی نیست. نمی توانیم افراد را مجبور کنیم تا در یک جلسه تمرینی زندگی سفره دلشان را برای ما باز کنند، ولی حداقل می توانیم به صورت آفلاین جدا از تماس مستقیم با دنیای واقعی تمرین کنیم. این تمرین از طریق گفت و شنود قصه ها توسط راوی عاملی است که به تمام ورقهای شخصیت‌های تخیلی و تاریخی اشراف دارد و آنها را می بیند. چه میشد اگر واقعاً راویان عاملی وجود می داشتند که به تمام اطلاعات راهبردی اشراف داشتند؟ عجب ایده‌ای!
تصورش ساده است که چنین شخصی در اصطلاح بویر عامل تمام مشرف یک ترکیب لغوی توجه برانگیز باشد، ولی غیر از این چه حسنی در خودش دارد؟ چرا باید این خیال پردازی از هر خیال پردازی دیگری برای مردم مهمتر باشد؟ خب، شاید حسن آن این باشد که به مردم کمک می‌کند تا تفکر درباره این مسئله که بعد از این چه کاری باید انجام داد را سهل و ساده می‌کند. تحقیقی در رابطه با ادیان دنیا نشان می‌دهد که تقریباً همیشه عوامل تمام مشرف همان نیاکان هستند. نیاکان رخت بربستند، ولی همه آنها از یاد نرفتند. در طی بازگویی‌های صیقل شده و مبسوط، چند باره و مکرر خاطره پدر برای فرزندان، نوه‌ها و نوادگان بعد از آنها، روح پدر ممکن است با ویژگی‌های بسیار عجیب و غریبی عجین شود، ولی در مرکز توجه ایجاد شده از فضائل او واحد اطلاعات راهبردی است که استقرار پیدا کرده است. به یادتان هست به نظر می رسید که اغلب چطور مادر و پدرتان می دانند چه در سر شما می گذرد یا چه کار بدی را سعی می کردید از آنها مخفی کنید. نیاکان هم مثل آن هستند، فقط اندکی بیشتر. شما نمی توانید چیزی را از آنها مخفی کنید، حتی افکار درونی خودتان را، و هیچ کس دیگری هم قادر به این مخفی کاری نیست. حالا می توانید شگفتی خودتان را برای اینکه بدانید در مرحله بعدی باید چه کار کنید بازنگری کنید. در شرایط کنونی من نیاکانم از من انتظار انجام چه کاری را دارند؟ شاید قادر نباشید که بگویید این عامل تخیلی پویا از شما انتظار انجام چه چیزی را دارد، ولی هر چه که باشد همان کار را باید انجام دهید. با این تفاسیر چرا ما انسان‌ها اینقدر منسجم بر روی خیال پردازی راجع به نیاکانمان تمرکز نموده‌ایم؟ نیچه، فروید و بسیاری دیگر از نظریه پردازان فرهنگی در ارتباط با رویش انگیزش‌ها و خاطرات ناهوشیارانه از دل تکاپوهای روحانی جای گرفته در گذشته انسانی گمانه‌زنی‌های مبسوطی را انجام دادند. شاید اگر این حجم زیاد از گمانه‌زنی‌ها را با چشم مسلح به فرضیه‌های قابل آزمایش روانشناسی تکاملی مورد پالایش قرار دهیم، از دل آن بتوانیم طلا استخراج کنیم. علاوه بر آن، در این خلال می توانیم با اطمینان سرشت‌های ذهنی بنیادین که موجب این سوگیری‌ها می شود را شناسایی نماییم، چون مشخصاً این سرشت‌ها قدیمی‌تر از گونه انسانی امروز هستند. پستانداران و پرندگان برعکس بسیاری دیگر از جانوران غالباً توجه مادرانه و پدرانه زیادی به فرزندان خود اختصاص می‌دهند، ولی در همین موضوع نیز تفاوت‌های زیادی وجود دارد. گونه‌های زودرس آن دسته از گونه‌هایی هستند که در آنها همانطور که مصطلح است فرزندان در زمان دویدن به زمین می‌خورند، در حالی که در گونه‌های دیررس فرزندان نیازمند توجه و آموزش طولانی مدت والدین هستند. این دوره آموزشی مجموعه‌ای از فرصت‌ها برای انتقال اطلاعات از والدین به فرزندان را فراهم می‌کند، ولی در اثنای آن از روی ژن‌ها میانبر زده می‌شود. غالباً زیستشناسان محکوم به ژن محوری می‌شوند. یعنی این طرز تفکر که هر آنچه که در زیستشناسی وجود دارد از طریق اعمال ژن قابل توصیف است. و البته در واقعیت هم برخی از زیستشناسان در اشباع شدن از ژن‌ها از حد بدر شدند. به این دسته باید یادآوری شود که طبیعت مادرانه ژن محور نیست. منظور این که فرایند انتخاب طبیعی به خودی خود نیازمند انتقال اطلاعات ارزشمند فوق ذکر از طریق ژن‌ها نیست. برخلاف آن، اگر که بشود به شکل مطمئن بار این کار را بر دوش زنجیره‌های ممتد دنیای بیرونی قرار داد، طبیعت مادرانه مشکلی با آن ندارد. بار قابل توجهی از روی دوش ژنوم کم می شود. انواع مختلف زنجیره‌های ممتد بیرونی که انتخاب طبیعی روی آنها اتکا کرده را در نظر بگیرید. مثلا آنهایی که از طریق قوانین بنیادین فیزیک از قبیل جاذبه و غیره فراهم می‌شوند را در نظر بگیرید. یا ثبات بلند مدت محیط را در نظر بگیرید که مطمئناً انتظار می‌رود موجب حفظ بسیاری از موارد گردد و شرایط ماندگاری آنها را فراهم بیاورد. مواردی از قبیل میزان نمک اقیانوس‌ها، ساختار جوی، رنگ چیزهای اطراف ما که در نقش محرک عمل می‌کنند و غیره. اگر بگوییم انتخاب طبیعی بر روی این قواعد متکی است، یعنی اینکه انتخاب طبیعی سازوکارهایی را ایجاد می‌کند که طوری برنامه‌ریزی شدند تا در محیط‌هایی که آن قواعد را از خودشان نشان می‌دهند به خوبی کار کنند.
طراحی این سازوکارها به شکلی است که آن قواعد را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرند. جهت قیاس می‌توانید عملکرد یک کاوشگر سیاره مریخ را تصور کنید که جاذبه سیاره، میزان سختی و دمای سطح آن و غیره را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد. یعنی این کاوشگر مثلا برای فعالیت در منطقه اورگلیدز در آمریکا طراحی نشده است. پیرو همین اصل، قواعدی وجود دارند که از طریق یادگیری اجتماعی قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر هستند. این انتقالات برای قواعد محیطی قابل اتکا از اهمیت بالایی برخوردارند و بالا رفتن درجه اهمیت آنها از این جهت است که خود این قواعد مستقیم یا غیر مستقیم در معرض انتخاب طبیعی قرار دارند. در طول اعصار، دو شاهراه اطلاعاتی بهبود و تعریض شدند. مسیرهای اطلاعاتی ژنتیک یا همان شاهراه ژنتیک در طول میلیاردها سال به شکل بیوقفه پالایش شدند و این پالایش از طریق مواردی مثل بهینه‌سازی طراحی کروموزوم، رویش و بهبود آنزیم‌های ناظر و غیره صورت پذیرفته است. نتایج عناصر مندرج انتقال حجم وسیع و دقیق اطلاعات ژنتیکی بوده است. شاهراه آموزشی والد فرزندی نیز از طریق یک فرایند تسهیل باز تکرار شونده بهینه‌سازی شده است. همانطور که اویتال و جابلنکا سال 2000 متذکر شدند، تکامل انتقال سازوکارهای انتقالی به جهت توسعه یادگیری و رفتار از اهمیت شایانی برخوردار است. صفحه 132. یکی از اقدامات منطبق با هدف بهبود پهنا و دقت شاهراه انتقال والد فرزندی، اندیش گذاشت، نقش بستن و تثبیت چیزی در ذهن است. در این حالت نوزاد دارای یک الزام غریزی قوی و آماده است که به اولین چیز بزرگ متحرکی که می‌بیند نزدیک شود، کنارش بماند و به او توجه کند. در پستانداران الزام به پیدا کردن و متصل شدن به پستان از طریق ژن‌ها به طرز دقیق منتقل می شود، ولی این انتقال همراه با خودش یک اثر جانبی نیز دارد که برای اهداف دیگر نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد. مثلا نگهداری از فرزندان در جایی که حتی وقتی شیر نمیخورند بتوانند مادر را تماشا کنند. فرزند انسان نیز مستثنا از قواعد پستانداران نیست، ضمن آنکه والدین نیز به لحاظ ژنتیکی طوری طراحی شدند که به فرزندان رسیدگی کنند. به همان نسبت که جوجه‌های مرغ دریایی به سمت یک نقطه نارنجی کشش دارند، انسان‌ها نیز به میزان زیادی مدهوش صورت بچگانه می‌شوند. حتی واکنش بدعنق‌ترین افراد نیز این گونه است. این دختر کوچولو رو ببین، تو دلبرو نیست؟ همانطور که کنراد لورنز و دیگران مطرح نمودند، تناظر میان ظاهر شکلی نوزاد و واکنش پرورشی فرد بالغ تصادفی نیست. منظور از بیان مثال فوق ذکر این نیست که صورت نوزادان به طور ذاتی و به خودی خود عزیز است، بلکه مقصود آن است که تکامل با هدف انگیزش واکنش‌های والدی روی ترکیبات ظاهری صورت دست گذاشته است و این تأکید تکامل بر روی صورت ظاهری در طی اعصار و در تبارهای مختلف بالایش و تشدید گردیده است. ما نوزادان و توله سگ‌ها را به خاطر اینکه ناز هستند دوست نداریم. دقیقاً برعکس، ما آنها را ناز می‌یابیم چون تکامل ما را طوری طراحی نموده تا چیزهایی را دوست بداریم که آن شکلی هستند. این تناظر به قدری قوی است که اندازه‌گیری ابعاد سنگواره نوزادان دایناسورها با هدف دفاع از فرضیه عجیب دیررس بودن برخی گونه‌های دایناسورها مورد استفاده قرار گرفته است. رجوع شود به هابسون 1977 و هورنر 1984. تحلیل کلاسیک استیون جی گولد 1980 در خصوص تکامل ویژگی‌های شخصیتی میکی موس از حالت بچگی به نونهالی در طول چندین سال تصویری عالی از مسیر تکامل فرهنگ به موازات تکامل ژنتیک را ارائه می‌دهد و گولد با این کار دقیقاً دست روی چیزی گذاشته که انسان‌ها به طور غریزی ترجیح می‌دهند.
ولی حتی قوی‌تر از سوگیری بزرگسالان در نشان دادن واکنش مادرانه پدرانه به فرزند ناز خود، سوگیری موجود در فرزندان است که در واکنش به مداخله‌های والدین از خود اطاعت نشان می‌دهد. این ویژگی هم در فرزندان خرس و هم در فرزندان انسان قابل مشاهده است. منطق سیال آزاد خیلی هم دور از ما نیست. منافع ژنتیکی والدین و نه لزوماً سایر هم نوعان در آن گونه خاص اینطور ایجاب می کنند که به فرزندان خود آگاهی و اطلاعات درست و نه آگاهی و اطلاعات غلط بدهند. پس بنابراین اعتماد به والدین عملی کارآمد و نسبتاً بی خطر به حساب می آید. استرنلی در سال 2003 به طور اخص مشاهدات دقیقی بر روی داد و ستدهای بین اعتماد و بدگمانی در جنگ تسلیحاتی تکاملی ادراک انجام داد. به محض اینکه شاهراه اطلاعاتی بین والد و فرزند از طریق تکامل ژنتیکی برقرار گردد، آماده استفاده یا سوء استفاده توسط هر عاملی با دغدغه‌های خاص خودش خواهد بود. علاوه بر آن، هر انگاره‌ای که دارای ویژگی‌هایی باشد که از سوگیری‌های مستقر در این شاهراه نفع ببرد نیز می‌تواند از آن استفاده یا سوء استفاده نماید. پینوشت 3. والدین یک شخص یا هر فردی که نقش والد را بازی کند در خود چیزی شبیه به یک خط تلفن مستقیم جهت عمل تقبل و پذیرفتن را دارد. اثرگذاری این خط مستقیم قدرتی شبیه به هیپنوتیزم یا القاگری را در خود داراست. سالها پیش دختر 5 ساله من که سعی در تقلید از اجرای نادیا کمانچی ژیمناست بر روی پارالل داشت، از روی چهارپایه پیانو افتاد و در اثر آن 2 انگشت او به شدت شکستند. چگونه می‌خواستم این بچه وحشت زده را آرام کنم تا او را به اورژانس برسانم؟ فکری به ذهنم خطور کرد. دستم را نزدیک دست زخمی او بردم و با جدیت گفتم: آندرا، ببین، میخوام یه راز رو بهت بگم. تو میتونی با ذهنت درد دستت رو به دست من منتقل کنی. یالا، هلش بده. او این کار را امتحان کرد و جواب هم داد. او درد را به دست پدر منتقل کرد. آرامش و افسون او در جا رخ داد. اثر آن فقط چند دقیقه دوام آورد، ولی با استفاده از چند فن بداهه کاهش درد به طریق القاگری در طول مسیر او را به اورژانس رساندم تا در آنجا به درمان او رسیدگی شود. این کار را روی بچه‌های خودتان امتحان کنید. ممکن است مثل من کارتان موفقیت آمیز از آب در بیاید. در واقع کاری که من کردم بهره برداری از غرایز دخترم بود. البته تا سالها بعد که به عمق این کار فکر نکرده بودم، منطق حاکم بر آن بر من پوشیده بود. این موضوع موجب مطرح شدن یک پرسش جالب عینی گرایانه می شود. آیا تلاش من برای القاگری دفعتی به همین خوبی بر روی بچه 5 ساله دیگری که اندیش گذاشت ذهنی وی من را به عنوان یک مقام قدرت و پیروی معرفی نمی نمود جواب می داد؟ و اگر فرض بر مثال چنین چیزی موضوع اندیش گذاشت را به ذهن متبادر کند، یک بچه باید چقدر سنش کم باشد تا اثر اندیش گذاشتی روی والدین خود داشته باشد؟ مثلا در مثال فوق ذکر، وقتی ما دخترمان را به فرزندخواندگی قبول کردیم، او 3 ماهه بود. شروع نقل قول. انتخاب طبیعی باعث می شود تا مغز کودکان طوری نمو پیدا کند تا نسبت به آنچه که والدین و بزرگان قبیله‌ای می گویند گرایش به باور داشته باشد. داکینز 2004 الف صفحه 12. پس جای تعجب نیست که رهبران دینی در هر جای دنیا بر روی اختیار مضاعفی که عنوان پدر به آنها می دهد تکیه می ورزند، ولی پرداختن به این مطلب به بخش‌های بعدی کتاب موکول می شود. در این قسمت از کتاب ما هنوز در مرحله‌ای هستیم که بر طبق ادعای بویر نیاکان ما ندانسته خیالاتی را درباره نیاکانشان در ذهن خود پروراندند تا با آنها در حل سرگشتگی آنچه که باید بعد از آن انجام می‌دادند یاری برسانند. یکی از خصیصه‌های فرضیه بویر این است که این عوامل تمام مشرف تخیلی لزوماً دانای مطلق نبودند.
اگر چاقویتان را گم کنید به شکل خودکار دچار این تصور نخواهید شد که نیاکان شما از جای آن خبر دارند، مگر اینکه کسی آن را از شما دزدیده باشد یا اینکه در حین یک قرار ملاقات در آتشکده از دستتان افتاده باشد. یعنی انتظار ندارید نیاکان شما از محل چاقو خبر داشته باشند، مگر اینکه این موضوع اطلاعاتی راهبردی برای شما تلقی شود. نیاکان شما نسبت به تمام اطلاعات راهبردی اشراف دارند، چون برایشان از اهمیت برخوردار است. آنچه که شما و خواهر و برادر شما انجام می دهید به همان دلیل برای نیاکان شما مهم است که برای والدین خودتان، و به همان دلیل آنچه که فرزندان شما انجام می دهند برای شما و جامعه شما مهم است. نظر بویر بر این است که ایده دانایی مطلق یک نوآوری مؤخر و زائیده مرتب سازی مطالب پیچیده و سفسطه‌هایی است که در اعصار اخیر توسط خداشناسان مورد استفاده قرار گرفته است. منظور از دانایی مطلق یعنی خدایی که راجع به همه چیز به طور تمام و کمال همه چیز را می‌داند. یعنی می‌داند کلید ماشین شما کجاست، بزرگترین عدد اول کوچکتر از کوادریلیون چیست و تعداد دانه‌های ماسه در فلان ساحل چند عدد است. برای دفاع از این فرضیه برخی نتایج تجربی نیز موجود است. از زمان بچگی به افراد آموخته می شود که خدا عالم بر همه چیز است و همین افراد وقتی بزرگ می شوند نیز اذعان به همین مطلب دارند، ولی در عین حال وقتی خودشان به صورت ناخودآگاه در حال تعقل درباره خدا هستند بر روی این اصل اتکا نمی کنند. وقتی که افراد از نزاکت خداشناسی پیروی نمی کنند و نسبت به این عدم پیروی احساس نگرانی هم ندارند، در واقع از توجیه یا ایده بنیادینی استفاده می کنند که بدین شرح است: نیاکان یا خدایان چیزهایی را می دانند که از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند. تمناهای رازآلود، نقشه‌ها و نگرانی‌ها و آلام گناهان. همانطور که در کلام عامه مصطلح است، خدایان می دانند که تمام اجساد در کجا به خاک سپرده شدند. 3. واداشتن خدایان به صحبت با ما. چیزی دشوارتر و در نتیجه ارزشمندتر از این نیست که قادر باشیم تصمیم بگیریم. ناپلئون. دانش خدایان چه فرقی به حال ما دارد اگر نتوانیم آن را از آنها دریافت کنیم؟ چطوری کسی با خدایان ارتباط برقرار می کند؟ نیاکان ما وقتی که زنده بودند به یک راه حل بسیار بدیع برخورد نمودند: پیشگویی. همه ما می دانیم که اتخاذ تصمیم‌های خطیر در زندگی چقدر دشوار است. آیا بایستی سرسخت بمانم یا عصیان و گناه خود را پذیرا باشم؟ آیا باید بر سر موضع فعلی خود بمانم یا آن را تغییر دهم؟ آیا باید وارد جنگ شوم یا نشوم؟ آیا باید صدای دلم را گوش کنم یا صدای عقلم را؟ هنوز هیچ روش سازمان یافته رضایت بخشی برای تصمیم گیری در خصوص این موارد پیدا نکرده ایم. هر چیزی که باعث شود متوجه شویم که چطور دشواری این تصمیم گیری ها را بکاهیم قطعاً ایده جذابی خواهد بود. مثلا شیر یا خط را در نظر بگیرید. چرا این کار را می‌کنیم؟ به خاطر اینکه بار یافتن دلیل برای انتخاب الف نسبت به ب را از دوش خود برداریم. برای کارهایی که انجام می‌دهیم دوست داریم دلیلی داشته باشیم، ولی گاهی اوقات چیز دندانگیری به ذهنمان خطور نمی‌کند. و در این حال متوجه هستیم که باید به زودی تصمیم بگیریم، لذا یک جعبه ابزار کوچک سرهم بندی می‌کنیم. یک چیز خارجی که به جای ما تصمیم گیری کند. ولی اگر تصمیم ما در خصوص امر خطیری مثل وارد شدن به جنگ، ازدواج کردن یا اعتراف کردن باشد، آن وقت شیر یا خط انداختن خیلی مضحک خواهد بود. در چنین مثال‌های تصمیم گیری بدون دلیل حاکی از عدم توانایی فرد است و ضمناً اگر تصمیم مربوطه آنقدر مهم است، پس وقتی که سکه به زمین بخورد شما بایستی تبعات بعدی آن را هم بپذیرید. آیا بایستی به تعهدی که به آن اذعان نموده اید احترام بگذارید یا در تصمیم خود بازنگری کنید؟ وقتی با چنین مصائبی رو در رو باشیم متوجه می شویم به راه علاجی فراتر از شیر یا خط نیاز داریم. چیزی مجلسی تر و تأثیر گذارتر،
چیزی مثل پیشگویی که نه فقط به ما میگوید چه کاری را انجام دهیم، بلکه دلیلی هم برایمان فراهم میکند. البته اگر گوشه چشمی بیاندازید و تخیلتان را به کار بگیرید. اندیشمندان انواع رنگارنگ و مضحکی از راه‌های مختلف دادن اختیار تصمیم گیری به عوامل خارجی غیرقابل کنترل را در میان اقوام باستانی کشف کردند. به جای انداختن سکه می توانید تیر بیاندازید، یعنی پیشگویی با تیر. می توانید تکه میله‌ای بیاندازید، پیشگویی با میله، یا انداختن استخوان یا ورق، همان فالگیری. و یا به جای اینکه به برگ‌های چای خیره شوید، برگ بینی. می توانید جگر جانور قربانی شده را بررسی کنید، جگربینی، یا باقی اعما و احشای آن را، دل و روده، و یا موم آب شده را به داخل آب بیاندازید و به آن بنگرید، مایع بینی. به غیر از اینها پیشگویی از طریق زنگاربینی، پیشگویی از طریق رفتار جوندگان، جوندبینی، پیشگویی از طریق ابرها، ابربینی، و البته در میان 10 مورد دیگر 2 مورد قدیمی و محبوب در زمینه پیشگویی که همان شماربینی و طالع‌بینی باشد نیز جزء گزینه‌های انتخابی هستند. پینوشت 4. یکی دیگر از استدلال‌های محتمل که توسط جولین جینز در کتاب درخشان ولی عجیب و غریب و غیر قابل اطمینان وی تحت عنوان منشأ آگاهی در کنکاش ذهن دووجهی 1976 مطرح شده همین گسترش پرهیاهوی دادن اختیار تصمیم گیری به ابزار تصمیم گیرنده خارجی است. طبق نظر وی این عمل نشان از بزرگ شدن مشکلات انسان در زمینه خویشتن‌داری در زمانی بوده که جوامع انسانی رو به سمت بزرگتر شدن و پیچیده‌تر شدن در حرکت بودند. بخش 4 تغییر در تصمیم در بین النهرین صفحات 223 الی 254. و همانطور که پالمر و استادمان اشاره نمودند، مهمترین اثر پیشگویی این است که موجب کاهش مسئولیت در زمینه تصمیم گیری می شود و در نتیجه از شدت تلخی ناشی از تصمیمات غلط می کاهد. سال 2004 صفحه 145. منطق سیال آزاد به وضوح مشخص است. اگر قرار است مسئولیت را به عهده چیز دیگری بگذاری، به عهده چیزی بگذار که نتواند آن را دوباره به گردنت بیاندازد و بشود اگر اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت آن را مسئول دانست. و البته همانطور که این موضوع امری عادی در خصوص انطباق و سازگاری است، لزومی ندارد منطق حاکم بر آن را بفهمید تا از مزایایش بهره مند شوید. علت محبوبیت پیشگویی یا همان عملی که جینز آن را روش‌های روان برون ذهنی یا تصمیم گیری می‌نامد، صفحه 245، از آن جهت بود که چون آنهایی که این کار را انجام می‌دادند از نتیجه آنقدر رضایت داشتند که دوباره انجامش بدهند، پس سایرین نیز از آن تقلید کردند و در نهایت این کار به چیزی تبدیل شد که همه انجامش می‌دادند ولی هیچ کس نمی‌دانست چرا. جینز متذکر شده که در صفحه 240 موضوع تصادف و اقبال موضوعی با منشأ مؤخر است. در زمانهای بسیار دورتر حتی راهی برای ظن به اینکه رخدادی از سر تصادف بوده وجود نداشته است. تصور بر این بوده که هر چیزی معنایی در خود نهفته داشته است، فقط اگر می توانستیم بفهمیم چه معنایی. انتخاب عمدی گزینه بی‌معنا توسط فرد فقط با این هدف که انتخابی صورت پذیرفته باشد تا زندگیش گذران شود، احتمالاً از نتایج مهارت‌ها و فراست‌های اعصار مؤخر است. البته حتی اگر هم فرض کنیم که این توضیح به خودی خود منطق مفید بودن آن برای افراد اعصار بسیار قدیمی بوده باشد، باز هم خدشه‌ای به مطلب فوق ذکر وارد نیست. در غیاب مهارت و فراست، باور به اینکه در جایی فردی می‌داند چه چیزی درست است و آن را به شما می‌گوید از اهمیت برخوردار بوده است. مانند پر جادویی دامبو، مواردی که یاری رسان روان انسان هستند تنها در صورتی کار می‌کنند که باور داشته باشید کار می‌کنند. رجوع شود به پینوشت 5. ولی گفتن اینکه چنین روشی جواب می‌دهد به چه معناست؟ یعنی حتی اگر فرض کنیم که اتکا به پیشگویی فقط به افراد کمک می‌کند تا به گزینه‌های دشوار راهبردی خود بیاندیشند و سپس تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند، و حتی با وجود اینکه خود تصمیمات در طی این فرایند تغییری در وضعیتشان حاصل نمی‌شود، گفتن اینکه
چنین روشی جواب می‌دهد به چه معناست؟ این چیز بی اهمیتی نیست. به واقع انجام این کار تحت شرایط مختلف می‌تواند یک کمک فوق‌العاده باشد. تصور کنید که افراد در زمان تصمیم گیری های سخت از تمام اطلاعات لازم برای اتخاذ راه درست و مستدل برخوردار هستند، ولی خودشان متوجه این امر نیستند و یا آنقدر که باید به قضاوت خود اطمینان ندارند. همه آنچه که به آن نیاز دارند تا از دلهره بیرون بیایند و برای یک اقدام قاطع قد علم کنند، کمی کمک از ناحیه دوستانشان، همان نیاکان خیالی که در اطراف آنها می‌گردند و به آنها می‌گویند که چه کار کنند میباشد. چنین دارایی روانی به واسطه شکاکانی که این سو آن سو عزت پیشگویی را به گند می‌کشند به خطر می‌افتد. البته که چنین تعبیری هر چقدر هم ناآگاهانه و شلخته، ولی با این حال موجب ایجاد دشمنی علیه شکاکان بوده است. ساکت، طلسم را نشکن. این مردمان به این عصا نیاز دارند که بتوانند خودشان را جمع و جور کنند. حتی اگر که افراد عموماً قادر به تصمیم گیری صحیح بر اساس اطلاعات خود نباشند، ممکن است به نظرشان برسد که پیشگویی به آنها کمک می‌کند تا در خصوص بحران راهبردی خود به فکر فرو روند و همین به خودی خود موجب انگیزش برای متوسل شدن به پیشگویی است. به دلایلی که از دایره ادراک آنها خارج است، پیشگویی تسلی بخش و پیام آور احساس خوب است، یعنی چیزی شبیه توتون. و ضمناً توجه داشته باشید که هیچ کدام از این موارد ژنتیکی نیستند. ما در اینجا راجع به انتقال فرهنگی پیشگویی صحبت می‌کنیم و نه یک غریزه. در حال حاضر اجباری نداریم تا تعیین کنیم که انگاره‌های پیشگویی در واقع از نوع انگاره‌های همیاری هستند که در عمل موجب سازگاری بهتر میزبانان خود می‌گردند و یا اینکه از نوع انگاره‌های انگلی هستند که بدون وجودشان میزبان شرایط بهتری خواهد داشت. در نهایت بسیار خوب خواهد بود که بتوانیم به پاسخی مستدل در ارتباط با این پرسش دست پیدا کنیم، ولی همکنون من بیشتر به دنبال خود پرسش ها هستم. به این نکته نیز توجه داشته باشید که امکان اینکه پیشگویی تحت شرایط خاص که بایستی بررسی و مورد تایید قرار بگیرد یک انگاره همیار باشد، چون راستین است، بسیار محتمل است. چون خدایی هست که بر همه دلها آگاه است و در مواقع خاص به مردم میگوید که چه کاری انجام دهند. هر چی که باشد، دلیل اینکه چرا در هر فرهنگ انسانی آب مایه حیات تلقی می شود این است که آب واقعاً مایه حیات است. اجالتاً در این مقال و با توجه به اینکه فعلاً فقط منظور من در رابطه با پیشگویی به عنوان امری موجود در همه فرهنگ‌های انسانی و این حتی شامل فرهنگ مملو از فناوری غرب نیز می شود، همچنان طالع بینان و شمار بینان را در خودش جای داده است، بایست این نکته را متذکر شوم که میتوان پیشگویی را در قالب پدیده‌ای طبیعی مشاهده نمود که هزینه زیستی خودش برای بازتولید را پرداخت نموده است. حالا چه منشأ قابل اتکایی از اطلاعات راهبردی یا هر اطلاعات دیگری باشد یا نباشد. 4. کاهنان در نقش القاگران. هر کسی که نزد روانکاو می رود باید سرش را برای بررسی به وی بسپارد. ساموئل گولدوین. پیشگویی یک قسم از رسومات است که در همه جای دنیا یافت می شود. البته رسومات شفابخشی که توسط کاهنان محلی یا همان پزشکان جادوگر انجام می شده از قسم دیگری هستند. رسومات کاهنان چگونه آغاز شد؟ در کتاب تفنگ‌ها، میکروب‌ها و فولاد سال 97 جرد دایموند نشان داد که با یک نگاه تخمینی به فرهنگ‌های هر قاره‌ای می‌توان گفت که اکتشافات انسانی در طول قرن‌ها تمام گیاهان و جانوران خوراکی و حتی آنهایی را که برای غیر سمی شدن نیاز به دخالت مضاعف انسانی داشتند را پیدا نموده است. علاوه بر آن انسان‌ها موفق شدند هر جانور رام شدنی را رام کنند. ما زمان، هوش و کنجکاوی به خرج دادیم تا بتوانیم تقریباً یک جستجوی تمام عیار را در خصوص تمام امکانها انجام دهیم. این واقعیتی است که به وسیله فناوری پیشرفته تحلیل ژنتیکی گونه‌های رام شده در قیاس با انواع نزدیک وحشی آنها قابل اثبات است. پس با این تفاسیر منطقی به نظر می رسد که ما انسان‌ها کار جالب مشابهی در خصوص کشف اکثر گیاهان دارویی و حتی آنهایی که نیازمند پالایش و آماده سازی هستند انجام داده باشیم.
به قدر این روندهای اکتشافی قوی و قابل اعتماد بودند که شرکت‌های دارویی در طی سالهای اخیر در حوزه تحقیقات مردم شناسی سرمایه‌گذاری نمودند که بتوانند ثمرات عملیات تحقیق و توسعه بدوی اجتماعات بومی در هر جنگل حاره‌ای و جزیره دورافتاده‌ای را از آن خود کنند و یا حتی در برخی موارد آنها را بربایند. تصاحب حریصانه حقوق مالکیت معنوی و رموز تجاری این افراد ساده و به لحاظ اقتصادی درمانده، با وجود اینکه اسفناک است، نمونه خوبی از استدلال چه کسی ذی‌نفع است در زیست شناسی تکاملی به شمار می آید. تحقیق و توسعه پرهزینه و نیازمند صرف زمان است. هر اطلاعاتی که در گذر زمان پایدار باقی مانده و در طول سالیان باز تولید گردیده، به احتمال فراوان هزینه وجود خودش را پرداخت نموده است. بنابراین احتمال ارزش سرقت معنوی را دارد. چه کسی ذی‌نفع است؟ شاید به واسطه خیلی عظیمی از شیادان که ارباب رجوعهای خود را فریب دادند، هزینه وجود خودش را پرداخت کرده باشد. بنابراین نبایستی این چنین تصور کنیم که همه طرفهای درگیر طی این فرایند ذی‌نفع بودند. اینکه مردم با هدف تسکین درد یا درمان بیماری گیاهانی را مصرف کنند، گیج کننده یا تعجب برانگیز نیست. ولی چرا همراه این کار آن همه مراسم که اغلب هم هراس‌انگیز بودند انجام می‌شده است؟ جیمز مک‌کلونن، مردم شناس، سال 2002 الگوی مراسمات درمانی سرتاسر دنیا را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که این مراسم قویاً تأییدی بر صحت فرضیه ذیل هستند. آنچه که مردم دوباره و چند باره متوجه آن شدند، تسکین روانی داروهای بی اثر بوده است. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بگوییم، قدرت القاگری که در اغلب مواقع همراه با مصرف یا تنفس مخدرها و یا سایر مواد روانگردان بوده است. ضمناً رجوع شود به شومیکر 1990. ادعای مک‌کلونن بر این است که درمان تشریفاتی فراگیر است، چون واقعاً جواب می‌دهد. البته نه 100%، ولی بسیار بهتر از آنچه که تشکیلات درمانی غرب سعی در ارائه آن داشته است. به واقع در اینجا نوعی همگرایی مشاهده می‌شود. دردهایی که مردم به خاطر آنها نزد کاهنان می‌روند و به آنها به جهت تسکین آن دردها هزینه می‌پردازند، از نوع دردهایی هستند که با علاج داروهای بی اثر منطبقند. مثالهای جالب آن فشارهای روانی و علائم وابسته به آن و دردهای مرتبط با زایمان هستند. به طور اخص زایمان در انسانها رویدادی پرتب و تاب است و برخلاف سایر درد و رنجها زمان آن قابل پیشبینی دقیق است. لذا با این احتساب وقت زایمان موقعیتی مناسب برای برپا کردن مراسمی است که نیاز به زمان قابل توجهی جهت آمادگی دارد. چون احتمالاً آمار مرگ و میر ناشی از زایمان در دوران پیش فناوری به اندازه اقوام بدون فناوری امروزی می باشد، لذا جهت افزایش احتمال تکامل دو جانبه هر درمان، انتقال از طریق ژنتیک یا هر آنچه که قابلیت درمانی داشته باشد، انتقال از طریق فرهنگ فضای مناسبی فراهم شده است. همانطور که تکامل هضم لاکتوز در اقوام مشاهده می شود که دارای فرهنگ دامداری بودند، ممکن است قابلیت القاپذیری نیز در اقوامی که دارای مراسمات شفابخشی بودند تکامل پیدا کرده باشد. شروع نقل قول. بر اساس اعمال کاهنان، فرض من بر این است که مراسمات جادویی از القاءات تفهمزا تشکیل شده است. علت این امر آن است که در این موارد واکنش ارباب رجوعها معادل واکنش‌های ناشی از القاءات توهمزا می باشد و همچنین واکنش به درمان‌های جادویی متناظر با قابلیت القاپذیری ارباب رجوع هاست. رجوع شود به مک‌کلونن 2002 صفحه 79. این فرضیات به میزان شایانی قابل آزمایش هستند و ادعای مک‌کلونن بر این است که احتمالاً این فرضیات به ما در شناسایی سرچشمه‌های برخی از ویژگی‌هایی از جمله رسومات و باورها که در ادیان تمام نقاط یافت می‌شود یاری می‌رسانند. جالب است که بدانیم در بحث قابلیت القاپذیری ناهمسانی‌های گسترده‌ای وجود دارد. در حدود 15% از جمعیت انسانی دارای قابلیت بالای القاپذیری هستند و مشخصاً در این میان یک عنصر ژنتیکی که البته هنوز به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته تا آنجا که من اطلاع دارم وجود دارد. بر اساس حجم زیادی از اسناد و شواهد مردم شناسی،
مقام کاهنان اغلب به صورت موروثی و درون خانوادگی بوده است، ولی امکان دارد دلیل این امر انتقال عمودی، یعنی بالا به پایین فرهنگ بوده باشد، یعنی انگاره‌های کاهنان به فرزندان آنها منتقل شده است. ولی اصلاً چرا انسان‌ها باید ابتدا به ساکن مستعد حس رضایتمندی از یک داروی بی اثر باشند؟ آیا این یک سازگاری منحصراً انسانی متکی به زبان و فرهنگ به شمار می آید؟ آیا اثرات شبیه به این نیز در گونه‌های دیگر قابل مشاهده است؟ این موضوع داغ بحث و پژوهش‌های فعلی است. یکی از درخشانترین این فرضیه‌ها که در حال حاضر مورد بحث است، مربوط به نیکولاس هامفری سال 2002 است که عنوان فرضیه مدیریت منابع اقتصادی است. بدن از منابع بسیاری برای درمان دردهایش برخوردار است. درد به عنوان عنصری که جلوی فعالیت‌های خطرآفرین و وخیم کننده آسیب دیدگی را می‌گیرد، تب به جهت مبارزه با عفونت، استفراغ برای رهایی دستگاه گوارش از شر مواد آلوده و قوی‌ترین این منابع که همان واکنش‌های ایمنی بدن است. همه اینها مؤثر ولی در عین حال هزینه بردار هستند. استفاده بیش از حد یا استفاده بیش از موعد توسط بدن در عمل می‌تواند به جای کمک منجر به آسیب زدن به خود بدن شود. به طور ویژه استفاده تمام عیار از سامانه ایمنی بدن می‌تواند پرهزینه باشد و فقط سالم‌ترین جانوران می‌توانند از پس حفظ یک ارتش کامل از آنتیبادی‌ها بر بیایند. چه زمانی بدن می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای به امید یک علاج سریع باشد؟ فقط وقتی که شرایط امن باشد یا اینکه وقتی کمک در همان نزدیکی‌ها باشد. در غیر از این حالات، شرط احتیاط این است که بدن در خصوص خوددرمانی‌های پرهزینه خودش خساست به خرج دهد. بر اساس این فرضیه، اثر رضایتمندی از داروی بی اثر یک عنصر محرک آزادی بخش است که به بدن فرمان می‌دهد تا هر آنچه در چنته دارد رو کند یا آزاد کند، چون هنوز امید هست. در سایر گونه‌ها تصور می‌رود متغیر امید به اطلاعاتی تبدیل شده که جانوران می‌توانند از این سو و آن سوی محیط زندگی خود به دست آورند. آیا لانه او یا وسط گله او امن است و آیا این اطراف غذای زیادی پیدا می‌شود؟ ولی در گونه ما متغیر امید قابل دستکاری توسط مقامات صاحب اختیار و دارای قدرت است. اینها پرسش‌هایی است که ارزش تحقیق را دارد. در بخش سوم به اختصار این فرضیه را مطرح نمودم که ممکن است مغز ما چیزی به عنوان مرکز خدا را در خود تکامل داده باشد، ولی در عین حال متذکر شدم که بهتر است اجالتا آن را به عنوان مرکز چیچی در نظر بگیریم که بعدها در طی زمان به واسطه بسط و گسترش دین دچار سازگاری جدید شده و یا مورد استعمار قرار گرفته است. حالا برای جای خالی گزینه محتمل داریم: ممکن ساز القا پذیری. در ضمن دین هیمر، عصبشناس زیستی و متخصص ژنتیک، در کتاب اخیرش سال 2004 تحت عنوان ژن خدا ادعا نموده که ژنی را یافته که قابل مهار برای این نقش است. این ژن یکی از بسیاری از ژن هاست که دستورالعمل تولید پروتئین ها تک آمینوها را صادر می کند که کار اصلی در مغز را بر عهده دارد. این پروتئین هایی هستند که پیام هایی را حمل می کنند که کار آنها کنترل تمام فکر و رفتار ماست. یعنی تعدیل کننده های عصبی و مخابر کننده های عصبی که بین نورون ها دائما در رفت و برگشت هستند و همچنین انتقال دهنده های داخل نورون ها که وظیفه مرتب سازی و بازیابی منابع تعدیل کننده ها و مخابر کننده ها را بر عهده دارند. پروزاک و بسیاری دیگر از داروهای روان انگیزشی و سرخوش کننده ها که در سالهای اخیر گسترش پیدا کردند، به طریقی تقویت یا تضعیف فعالیت یک یا چند از همین تک آمینوها کار می کنند. ژن مندرج در انسانها به صورت چند ریخت است که مفهومش این است که انواع مختلفی از جهش‌های آن در بین افراد مختلف وجود دارد. بنابراین انواع ناهمسان این ژن دلیل مناسبی برای تفاوت‌های احساسی و ادراکی انسان‌ها در واکنش به محرک‌های مشترک است و می‌تواند توضیح دهد که چرا برخی نسبتاً به القاءات توهمزا مصون هستند در حالی که سایرین به راحتی در خلسه فرو می‌روند. همه این موارد هنوز با اثبات فاصله زیادی دارند و در عین حال پرداختن به فرضیه هیمر بیشتر از سر اشتیاق خواهد بود تا موشکافی. و البته این به خودی خود نقطه ضعفی به حساب می آید که موجب می شود محققان اگر غیر از این حالت بود آن را جدی دنبال می کردند.
ولی هنوز چیزی شبیه به این فرضیه، ولی احتمالاً پیچیده‌تر از آن، برای آینده شرطبندی خوبی به نظر می رسد. چون نقش پروتئین ها و دستورالعمل های ژن های بیشتر مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. بخشی از جذابیت این پژوهش از آن روست که این خیابان پژوهشی چقدر تعریض شونده است. تا آنجا که من می‌دانم مکلونن و هیمر مستقل از یکدیگر کار کردند. هیچ کدام در هیچ جا به نام دیگری اشاره نمی‌کند و هیچ کدام مورد اشاره بویر، اتران یا سایر مردم شناسان قرار نگرفتند. این موضوع غافلگیر کننده نیست. همکاری بین متخصصان علم ژنتیک و عصب شناسان زیستی از یک سو و مردم شناسان و باستان شناسان و تاریخدانان از سوی دیگر که لویجی لوکا کاوالی اسفورتزا و همکارانش پیشگام آن بودند، بدعتی در زمان اخیر است که مورد توجه نیز قرار گرفته است. تعدد شروع‌های غلط و ناامیدی‌ها معمولاً پیروزی‌های به دست آمده در ابتدای راه چنین فعالیت‌های بینارشته‌ای را از رقابت به در می‌کند و من نیز هیچ قولی بابت آتیه برخی فرضیه‌های معین مکلونن یا هیمر نمی‌دهم. با این وجود این افراد در تلاش هستند تا تصویری روشن و مفهوم از انواع امکان‌هایی که ممکن است وجود داشته باشند را به ما ارائه دهند. نکته مطرح شده توسط داکینز در بخش 3 را به خاطر بیاورید. اگر عصب شناسان یک مرکز خدا در مغز ما پیدا کنند، دانشمندان داروینی مثل من می‌خواهند بدانند که این مرکز خدا چگونه تکامل پیدا کرده است. چرا آن دسته از نیاکان ما که نوعی تمایل ژنتیکی به رشد و نمو مرکز خدا در مغز خود داشتند، نسبت به رقبای خود که این مرکز را نداشتند بهتر توانستند بقا پیدا کنند؟ پس ما حالا یک پاسخ قابل آزمایش برای پرسش داکینز در اختیار داریم. پاسخی که نه تنها متوسل به واقعیات زیست شیمی، بلکه متکی بر کل دنیای مردم شناسی خواهد بود. رجوع شود به پینوشت 6. چرا آن دسته از نیاکان ما که نوعی تمایل ژنتیکی به رشد و نمو مرکز خدا در مغز خود داشتند بقا پیدا کردند؟ چون آنها برعکس آنهایی که فاقد ژن بودند بیمه سلامت داشتند. در دوران پیش از طب نوین اگر دچار بیماری می شدید، علاج کاهنان تنها چاره شما بود. اگر شما به لحاظ طبقه اجتماعی امکان نفوذ به نظامی که کاهنان با صبر و حوصله در طی قرنها پالایش کرده بودند را نداشتید، یعنی تکامل فرهنگ، عملاً هیچ شرکت بیمه‌گر سلامتی نداشتید که به آن مراجعه کنید. با این حساب اگر که کاهنان وجود نمی داشتند، برخورداری از این ژن ناهمسان مزیت انتخابی به شمار نمی آمد. ولی بر اساس فرضیه های مندرج آنچه که رخ داد این بود که انگاره های تجمیعی شده کاهنان یا همان فرهنگ شفابخشی کاهنان توانست سلسله قوی از الزام یا فشار انتخابی را در چشمانداز تطبیق یافته و سازگاری که غیر از این حالت وجود نمی داشت خلق کند. این مطلب هنوز ما را به دین سازمان یافته منتهی نمی کند، ولی در عوض ما را به چیزی که من نامش را دین عوام می گذارم متصل می نماید. دین عوام نوعی از دین است که مسلک نگاشته شده این ندارد و فاقد هر گونه خداشناس یا سلسله مراتب مقامات رسمی است. رجوع شود به پینوشت 7. قبل از آنکه هر یک از ادیان سازمان یافته وجود داشته باشند، ادیان عوام وجود داشتند و این موضوع باعث شد تا فضای فرهنگی لازم برای ظهور ادیان سازمان یافته فراهم گردد. ادیان عوام دارای انواع رسومات، قصه هایی درباره خدایان و یا نیاکان فراتبی و بایدها و نبایدها بودند. همانند حکایت‌های برگرفته از توده‌های مردمی، گفتارهای ادیان عوام نیز به قدری توسط افراد متعدد به شکل پراکنده بیان شده که بهتر است بگوییم ادیان عوام اصلاً مؤلف خاصی نداشتند و یا مؤلفان آنها ناشناسند. مثل موسیقی عوام یا کوچه بازاری، پینوشت 8، مراسم و آوازهای ادیان عوام نیز آهنگ ساز مشخصی ندارند و از همین رو تابوها و واجبات اخلاقی آنها نیز قانون گذاران خاصی ندارد. بعد از آنکه الگوهای پایه عناصر فرهنگی در طی نسل‌ها و بدون هیچ گونه آینده نگری و غرض و فقط به واسطه تولید ناهمسان در طول انتقال فرهنگی صیقل پیدا کردند، تألیف آگاهانه و عامدانه ادیان پا به عرصه وجود گذاشت. آیا چنین چیزی ممکن است؟ البته
زبان یک تصنع فرهنگی به شدت پیچیده و با طراحی بسیار مناسب است و نمیتوان اعتبار ایجاد آن را به تنهایی به یک انسان بخشید. و همانطور که برخی از ویژگی‌های زبان‌های نوشتاری مشخصاً جزئی از بقایای بجامانده از اجداد صرفاً گفتاری خود هستند، پینوشت 9، در ادامه معلوم خواهد شد که برخی از ویژگی‌های ادیان سازمان یافته نیز بقایای بجامانده از همین ادیان اجدادی عوام هستند. منظور بنده از بقایای بجامانده این است: حفظ و ماندگاری یک دین عوام یعنی خود باز تولیدی آن در برابر رقابت بیرحمانه، نیازمند سازگاری‌ها و تطبیق‌هایی است که مختص به یک سنت خاص گفتاری است و البته دیگر هم ضرورتی بر وجودشان نباشد. البته از دیدگاه مهندسی معکوس، ولی همچنان به وجود خودشان ادامه می‌دهند چون آنقدر پرهزینه نبودند که در مسیر انتخاب کنار گذاشته شوند. 5. ابزار مهندسی حافظه در فرهنگ‌های گفتاری. کل دانش طایفه باکتامان در 183 ذهن باکتامانی ذخیره شده است و تنها چیزی که همراه و یاری رسان این دانش است در درجه اول یک مجموعه ترکیبات از نشانه‌های رمزآلود عینی است. معنی این نشانه‌ها هم به تداعی‌های ساخته شده برای آنها در ذهن چند نفر از بزرگان قبیله بستگی دارد و ثانیاً ارتباطات بسیار محدود و سربسته این افراد با اعضای چند قبیله معدود اطرافشان. فردریک بارث، رسومات و دانش در میان طایفه باکتامان گینه نو. به نظر می رسد انسانها تنها جانورانی هستند که به یکباره درگیر هماهنگی خلاقانه و آهنگین بدنی می شوند تا احتمال همکاری را افزایش دهند. مثلا وقتی که با هم کار می کنند، آواز می خوانند یا حرکات موزونی را انجام می دهند. اسکات اتران، به خدایان توکل داریم. هر دین عوامی دارای رسومات است. از نقطه نظر یک تکاملگرا، رسومات مانند طاووس‌هایی در زیر نور آفتاب هستند که سریعاً جلب توجه می‌کنند. رسومات معمولاً به طرز عجیبی پرهزینه‌اند. رسومات اغلب همراه با از بین رفتن عامدانه منابع غذایی ارزشمند همراهند و در ضمن سایر خصیصه‌های آنها نیز اگر که اسمی از قربانی‌های انسانی به میان نیاوریم غالباً موجب ایجاد مشقت و حتی آسیب رسانی به شرکت کنندگان می‌شوند و در عین حال نیازمند زمان و تلاش بسیار زیاد جهت آماده سازی هستند. چه کسی ذی‌نفع است؟ چه کسی یا چه چیزی ذی‌نفع این الگوی گزاف است؟ تا به اینجای کار دو راه حل محتمل برای توجیه هزینه رسومات را برشمرده‌ایم. یکی به عنوان ویژگی‌های روانی ضروری جهت زمینه مورد نیاز فنون پیشگویی و دیگری به عنوان جزئی از مراحل القاءات توهمزا در امر شفابخشی کاهنان. پینوشت 10. وقتی که رسومات برای این اغراض جای خود را در صحنه تثبیت کنند، پس عملاً جهت تطبیق و سازگاری در دسترس خواهند بود، یا به قول مرحوم استیون جی گولد جهت تغییر کاربری در دسترس خواهند بود. ولی امکانهای دیگری نیز جهت بررسی وجود دارند. مردم شناسان و تاریخ دانان دینی در طول نسل‌ها در خصوص معنا و کاربرد رسومات دینی به نظریه پردازی پرداختند، ولی دیدگاه آنها معمولاً غافل از پس‌زمینه‌های تکاملی بوده است. قبل از آنکه درباره رسومات به گمانه‌زنی به عنوان ابراز نمادین نیاز عمیق به باور یا چیزی شبیه به آن بپردازیم، بایستی احتمال وجود رسومات به عنوان فرایندی برای تقویت حافظه را در نظر داشته باشیم. فرایند تقویت حافظه با هدف بهبود دقت در امر انتقال انگاره‌ها و به وسیله تکامل فرهنگ و نه به وسیله هیچ گونه طراح آگاهی طراحی شده است. یکی از روشن‌ترین درس‌های زیست شناسی تکاملی این است که انقراض زود هنگام در تبارهایی در آینده رخ می‌دهد که دستگاه رونوشت سازی در آنها یا از کار می‌افتد و یا دچار افت می‌شود. بدون رونوشت سازی دقیق هر گونه بهبود الگویی در یک تبار به سرعت رو به زوال می‌رود. مجموعه بزرگی از دسترنج حاصل شده در طی چندین نسل و ثمرهای حاصله از تحقیق و توسعه با چند باز تولید اشتباه یک شبه از دست می‌رود. بنابراین می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که سنت‌های دینی آتی که از ابزار مناسب برای حفظ و نگهداری الگوهای خود در طول گذشته نسل‌ها بی بهره‌اند، محکوم به فراموشی‌اند. امروزه می‌توانیم تولد و مرگ سریع فرقه‌ها را مشاهده کنیم. پیروان اولیه یا ایمان خود را از دست می‌دهند یا علاقه خود را
و سپس از مسیر مزبور فاصله میگیرند و بعد از چند سال دیگر به سختی اثری از آن فرقه را میتوان یافت. حتی مواقعی که اعضای چنین گروه‌های مشتاقانه به دنبال ادامه یافتن فرقه خود هستند، اشتیاقشان خنثی می‌شود مگر اینکه به فناوری‌های لازم جهت بازتولید دست پیدا کنند. امروزه نگارش، اگر نخواهیم به نوارهای ویدئویی و سایر فناوری‌های نوین ثبت و ضبط رسانه‌ای اشاره کنیم، شاهراهی بدیهی جهت انتقال اطلاعات را فراهم می‌آورد. از همان روزهای نخستین نگارش نه تنها تلاش می‌شد تا از اسناد مورد احترام و مقدس در مقابل آسیب و زوال محافظت شود، بلکه سعی بر این بوده تا رونوشت‌های متعددی از آنها تهیه و به این سو و آن سو ارسال شود تا خطرات مندرج کاهش پیدا کنند. برای قرنها و پیش از اختراع ماشین تایپ و تولید انبوه رونوشت‌های یکسان متون و دستنوشته‌ها، دستگاه رونوشت ساز انسانی مسئول این کار بود. در واقع مجموعه زیادی از افراد در کنار همدیگر پشت میز نشسته و یک نسخه نحیف و مندرس را از طریق املای خود به ده‌ها رونوشت تبدیل می‌کردند. به دلیل اینکه نسخه‌های اصلی این متون که رونوشت‌ها از روی آنها تهیه می‌شدند در گذر زمان به غبار تبدیل می‌شدند، لذا بدون این دست نوشته‌های جدید ما امکان دسترسی به هیچ گونه منابع قدیمی، اعم از مقدس، دینی و یا غیر دینی را نداشتیم. منابعی همچون عهد عتیق، هومر، افلاطون، ارسطو یا حتی حماسه گیلگمش. به طور مثال قدیمی‌ترین نسخه‌های موجودی که از افلاطون می‌شناسیم قرن‌ها بعد از مرگ او ایجاد شدند و حتی تومارهای دریای مردگان و یا آیه‌های ناگ همادی که در اختیار داریم نسخه‌هایی از متن اصلی هستند که صدها سال بعد از متن اصلی به نگارش درآمدند. متنی که با جوهر بر روی پاپیروس یا پوست آهو نوشته شده به مثابه دانه‌های محکم گیاهی هستند که قبل از آنکه شرایط مناسب برای شکستن پوسته و جوانه زدن را پیدا کنند، به قرنها در زیر خاک به شکل دست نخورده مدفون میمانند. برعکس، در سنن گفتاری ناقل مربوطه مثلا یک نظم یا ترجیعی بند فقط به اندازه چند ثانیه عمر می کند و اگر می خواهد به فراموشی سپرده نشود باید به گوش شنوندگان برسد. هرچه بیشتر بهتر تا خودش را در مغز نفرات زیادی تا آنجا که امکان دارد حک نماید. ثبت در مغز یا همان موفقیت در شنیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن در رقابت نیمی از پیمایش راه است. برای یک انگاره منتقل شده از طریق گفتار، تکرار و بازتکرار انفرادی یا جمعی مسئله مرگ و زندگی است. رجوع شود به پینوشت 11. اگر بخواهید حافظه خود را درباره مراسم مناجات روز یکشنبه کلیسای خود غبار روبی کنید یا اینکه بخواهید بررسی کنید که آیا در طول نیایش پایانی باید بنشینید یا بایستید، قطع به یقین متن راهنمایی در این رابطه وجود خواهد داشت که می توانید به آن رجوع کنید. در پشت جلد هر کتاب دعا یا مناجات این موارد درج شده است و اگر آنجا نبود در متونی که در دسترس کشیشان و یا خاخام‌ها و یا امامان است یافت می شود. لزومی ندارد که هر خط نیایش، هر دعا یا جزئیات البسه، موسیقی یا نحوه کاربرد اشیاء مقدس و غیره را از بر کنید، چون همه اینها در یک بایگانی رسمی یا چیزی شبیه به آن ثبت شده است. ولی بایستی در نظر داشت که ادیان صرفاً محدود به فرهنگ‌های باسواد نیستند. به واقع رسومات دینی جوامع بیسواد اغلب با جزئیات بیشتری همراه هستند و مشقت و زحمت در آنها به لحاظ جسمی بیشتر است و در ضمن اجرای این دست از رسومات نسبت به رسومات ادیان سازمان یافته طولانی‌تر و زمان برتر است. علاوه بر آن کاهنان همایش‌های جادوگری برگزار نمی‌کنند و مانند اسقف‌ها یا آیت الله‌ها شوراهایی به منظور کنترل کیفیت ندارند. پس اعضای این ادیان چگونه این حجم از جزئیات را در طی گذر نسل‌ها به حافظه می‌سپارند؟ یک پاسخ ساده: به حافظه نمی‌سپارند، نمی‌توانند به حافظه بسپارند و اثبات خلاف این مطلب دشوار است. در حالی که به طور مثال اعضای یک فرهنگ بیسواد به طور عموم یقین دارند که رسومات و آیین‌های آنها در طول صدها یا هزاران نسل، 1000 سال در حدود 50 نسل است، حفظ گردیده است، چرا ما باید حرفشان را باور کنیم؟ آیا سندی برای دفاع از یقین سنتی آنها وجود دارد؟ البته بسیار کم. بخش زیادی از شگفتی اندیشمندان در کشف سنت رسومات نامبودیری، قومی در کرالا هندوستان، به این علت بوده که با وجود اینکه متونی دال بر وجود رسومات ودیک در دسترس است، نامبودیری ها از آن متون استفاده نکردند.
نامبودیری‌ها منحصراً از طرق بیسوادانه این سنت به غایت پرتفسیر را با دقت خارق‌العاده حفظ نمودند. آنطور که توسط سراتوا سوتراس به عنوان متن مرجع دین هندو مورد ارزیابی قرار گرفته است. آورده شده از لاسن و مکالی 2002 صفحه 153. بنابراین در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که شاید نامبودیری‌ها یک فرهنگ گفتاری خوش اقبال هستند که شواهدی را در اختیار دارند که از یقین آنها مبنی بر اینکه رسوماتشان را دست نخورده حفظ نمودند دفاع می کند. اگر متون ودیک وجود نمی داشت که البته احتمالاً نامبودیری‌ها نه آن را می‌شناسند و نه از آن بهره بردند، در آن صورت هیچ سنگ معیاری برای سنجش اطمینان نامبودیری‌ها به خدمت سننشان وجود نمی داشت. ولی افسوس این قصه به این اندازه ها هم که تصور می رود راست نیست. ممکن است سنت نامبودیری از نوع گفتاری باشد ولی این مردمان بی سواد نیستند. به طور نمونه برخی از پیشوایان آنها علوم مهندسی را تدریس می کنند و دشوار است که باور کنیم خودشان را به طور کل از متون ودیک جدا کرده باشند. اطلاع داریم که در طول دوره 6 ماهه آغازین آموزش این افراد که شامل آماده سازی ذهنی، تکرار و بازگویی است تا به جلسه نهایی ختم شود، از یادداشت‌های پیشوایان ارشد آک آریاها که در مراسمات پیشین شرکت داشتند استفاده می‌گردد. رجوع شود به پینوشت 12. بنابراین نامبودیری‌ها معیار مستقل و خالصی برای تعیین اینکه انتقال گفتاری تا چه میزان میتواند دقیق و بدون تحریف باشد نیستند. این مسئله را با مطالعه مستمر در حوزه تکامل زبانها مقایسه کنید. با استفاده از تحلیل‌های پیچیده و مبسوط که احتمال گرایانه هستند، زبانشناسان از این امکان برخوردارند تا ویژگی‌های زبان‌های گفتاری که آخرین متکلمانشان 1000 سال است که مردند را تشخیص دهند. بدون هیچ نوار صوتی یا متونی از زبان که به آن رجوع شود، چگونه چنین استنتاجاتی میسر است؟ زبانشناسان از حجم زیاد داده‌های متنی موجود در زبان‌های دیگر که بعداً ظهور پیدا کردند استفاده می‌کنند و جابجایی‌های زبانی را از یونانی آتیکا گرفته تا یونانی هلنی و سپس لاتین و زبان‌های رومی و الی آخر بررسی می‌نمایند. با پیدا کردن الگوهای مشترک در این جابجایی‌های زبانی، زبانشناسان این امکان را خواهند داشت تا با اطمینان نسبی نتیجه گیری کنند که قبل از ظهور نگارش برای ثبت و ضبط زبان، جهت مطالعه در اعصار بعد زبانها احتمالاً به چه شکل بودند. زبانشناسان توانستند از طریق استخراج جابجایی‌های قواعد تلفظی و دستوری و مقایسه آنها با الگوهای باثبات به حدسیات موثق و علمی درباره اینکه واژه‌های هندو اروپایی خیلی قبلتر از ظهور زبانهای نوشتاری حافظ سرنخ‌ها شبیه سنگواره حشرات موجود در سنگ کهربا چگونه تلفظ می شدند دست پیدا کنند. رجوع شود به پینوشت 13. اگر که می‌خواستیم سعی کنیم همین نوع روش استنتاجی را بر روی باورهای دینی پیاده کنیم، بایستی ابتدا به ساکن معیارهایی از ثبات و جابجایی در آنها مشخص می‌نمودیم که البته تا به حال عملی بودن چنین چیزی اثبات نشده است. دانش کمی که ما از ادیان اولیه داریم تقریباً به طور کل متکی بر متون به جای مانده از آن دوران است. پگلز 1979 دیدگاه‌های جالبی را درباره عرفان روحانی انجیل مطرح می‌نماید. به طور مثال ایشان به رقبای اولیه برای قرار گرفتن در مجموعه متون اصلی کتاب مسیحیت اشاره می‌نماید و البته خوشبختانه به واسطه ماندگاری متون نوشتاری که در قالب ترجمه رونوشت‌های متون اصلی است و از نسلی به نسل دیگر منتقل شدند، این بررسی میسر گردیده است. بنابراین نمیتوانیم چشم بسته پذیرا باشیم که سنن ادیانی بیسوادی که همچنان در دنیا موجودند به آن میزان که درباره آنها تبلیغ می شود باستانی باشند. ضمن اینکه می‌دانیم در برخی از این ادیان رسم و سنتی جهت حفظ و نگهداری وسواسگونه آیین باستانی وجود ندارد. به طور نمونه فردریک بارث شواهد بسیاری در خصوص نوآوری در میان باکتامان‌ها یافته و همانطور که لاسن و مکالی 2002 صفحه 83 به طرز هوشمندانه‌ای متذکر شدند، از منظر باکتامان‌ها وفاداری کامل به آیین گذشته یک هدف آرمانی ثابت و تحریف ناپذیر نبوده است.
پس با این تفاسیر و با وجود اینکه مردمان صاحب سنت گفتاری دارای نوعی از انواع دین برای هزاران سال بودند، نبایستی از این امکان غافل شویم که دینی که امروز می‌بینیم و ثبت و ضبط می‌کنیم ممکن است از عناصری تشکیل شده باشند که در زمانهای اخیر ابداع و باز ابداع شده باشند. انسان‌ها تقریباً به شکل یکسان در همه جا می‌دوند، می‌پرند و سنگ پرتاب می‌کنند و این قاعده‌مندی به خاطر ساختار جسمی دست و پا و ماهیچه‌های انسان و ساختار هماهنگ مقاومت باد در سراسر دنیاست و نه به خاطر اینکه یک سنت خاص از نسلی به نسل دیگر منتقل شده باشد. از سوی دیگر وقتی بحثی از قید و بند بر روی باز تولید وجود نداشته باشد، عناصر فرهنگی این امکان را خواهند داشت تا در غیاب سازوکارهای رونوشت برداری وفادارانه و دقیق به صورت تصادفی و به سرعت در سطح وسیع و غیر قابل شناسایی به این سو آن سو بروند. تکانه‌های مختلف از جانب مردمان مختلف. پینوشت 14. و در هر جایی که این هرج و مرج انتقالی در فرهنگ رخ دهد، به صورت خودکار سازوکارهایی انتخاب خواهند شد که الگوی آنها رونوشت سازی وفادارانه و دقیق است. خواه مردم اهمیت بدهند، خواه ندهند. علت انتخاب خودکار این نوع سازوکارها از آن جهت است که چنین سازوکارهایی در تناسب با سازوکارهای بدیل که کم هزینه تر نیز نیستند، که بی تفاوت و نادقیق خود را باز تولید می کنند، گرایش بیشتری به پایداری و ماندگاری در مسیر فرهنگ دارند. یکی از بهترین راه‌ها برای حصول اطمینان از رونوشت سازی وفادارانه در طول باز تولیدهای متعدد، راهبرد قاعده اکثریت است. این قاعده شالوده رفتار رازگونه قابل اطمینان کامپیوتر هاست. ریاضیدان بزرگ جان فون نیومن کسی بود که راهی برای پیاده‌سازی این ترفند در دنیای واقعی مهندسی پیدا کرد و این کار باعث شد تا دستگاه‌های محاسباتی خیالی آلن تورینگ رنگ واقعیت به خود بگیرند و ما این امکان را داشته باشیم تا کامپیوترهای به شدت قابل اطمینانی را از دل اجزا و قطعاتی که به طرز اجتناب ناپذیری غیر قابل اطمینان هستند بسازیم. از صدقه سری ایده تسهیم فون نیومن در عمل امروزه انتقال تریلیون ها بیت به شکل بی‌عیب و نقص حتی به وسیله ارزان ترین کامپیوترها به صورت امری بسیار پیش پا افتاده انجام می شود. ولی در این حال همین ایده در طول قرنها به اشکال گوناگون تولید و باز تولید شده است. در روزگار پیش از ارتباطات رادیویی و ماهواره‌های GPS، جهتیابان در سفرهای دریایی طولانی نه یکی نه دو عدد بلکه 3 عدد زمانسنج همراه خود بر روی کشتی می‌بردند. اگر فقط یک زمانسنج داشته باشید و این زمانسنج در لحظه‌ای تند یا کند کار کند، شما هرگز متوجه خطای آن نخواهید شد. اگر 2 عدد زمانسنج با خودتان بیاورید و در لحظه‌ای اختلافی بین این 2 زمانسنج مشاهده شود، نخواهید فهمید که آیا اولی کند است یا دومی تند. ولی اگر 3 زمانسنج همراهتان باشد، می توانید مطمئن باشید زمانسنجی که کنار می‌گذارید همانی است که دارای خطاست، مگر اینکه آن 2 زمانسنج دیگر به یک صورت دچار خطا شده باشند، که البته در اکثر مواقع چنین چیزی بسیار غیر محتمل است. خیلی پیشتر از آن که این ترفند خوب به شکل آگاهانه ابداع یا کشف بشود، در قالب تطبیق پذیری و سازگاری با انگاره ها متجلی شده بود. در هر سنت گفتاری که در آن کار دست جمعی مانند مناجات، آوازخوانی یا رقص، چه از نوع دینی و چه غیر دینی برپا می شود، این ترفند وجود دارد. البته که همه افراد اشعار، ملودی و بخش بعدی رقص را به خاطر نمی آورند، ولی اکثریت آنها به خاطر می آورند. ضمناً آن دسته هم که از کوک خارج شدند به سرعت خودشان را تصحیح می کنند تا با جمع انطباق پیدا کنند و لذا از طریق جمعی و بیش از هر گونه تلاش انفرادی است که سنن با اطمینان خاطر حفظ و حفاظت می گردند. حفظ سنن به افراد خوش‌ذوق معدودی که حافظه قوی دارند متکی نیست. کسی حتما نباید از میانگین کل بهتر باشد. به لحاظ ریاضی قابل اثبات است که چنین طرح‌های تسهیمی مشکل پدیده ضعیف‌ترین اجزا را برطرف می‌کنند و شبکه تلفیقی را ایجاد می‌کنند که بسیار قوی‌تر از اجزای ضعیف خودش است. اصلاً تصادفی نیست که تمام ادیان دارای زمان مشخصی هستند که طی آنها پیروان گرداگرد هم جمع می‌شوند تا به صورت دست جمعی رسومات خود را به جا بیاورند. هر دینی که فاقد چنین مناسبت‌هایی بوده باشد تا الان منقرض شده است. رجوع شود به پینوشت 15.
مراسم جمعی راه بسیار خوبی برای حفظ محتوا به صورت دقیق و وفادارانه است. ولی اصلاً چرا مردم ابتدا به ساکن اینقدر علاقمند به شرکت در مراسم هستند؟ چون فرض ما بر این است که حفظ وفاداری در رونوشت سازی از انگاره‌ها از طریق ساختن یک حافظه کامپیوتری اجتماعی به وسیله مردم به صورت عمدی صورت نپذیرفته است. پس چه چیزی باعث انگیزش مردم نسبت به پیوستن به این جمع‌ها می‌گردد؟ در این خصوص ملغمه بزرگی از انواع فرضیه‌های متعارض وجود دارد که برای روشن شدن وضعیت آنها به زمان و پژوهش نیاز داریم. در واقع مواردی بسیار مضاعف درباره این موضوع موجود است که نیاز به هرس یا حذف دارند. پینوشت 16. چیزی را در نظر بگیرید که اسم آن را مثلا فرضیه تبلیغات کاهنی می‌گذاریم. کاهنان اکثر فعالیت‌های درمانی خود را در مراسمات جمعی انجام می‌دهند و وقتی در تلاش هستند تا خود یا ارباب رجوع خود را به خلسه فرو برند، به طرز ماهرانه‌ای افراد حاضر را طوری درگیر می‌کنند که نه فقط اجرای رسومات را تماشا کنند، بلکه به نحوی از آنها مثل طبل زدن، آواز خواندن و یا همنوایی و رقص در آن مشارکت داشته باشند. ادوارد ایونز پیچارد، مردم شناس، در کتاب قدیمی سحر، پیشگویی و جادو در میان قوم آزانده 1937 به شکل شفافی اعمال فوق ذکر را توصیف می کند. پیچارد بر اساس مشاهدات خود به خوبی اشاره می کند که چگونه کاهن آزانده زیرکانه افراد آگاه در جمعیت را انتخاب می نماید و آنها را به همدستان خودش در داخل جمعیت تبدیل می نماید تا آنهایی که این مراسم برایشان نمایش تازه‌ای به شمار می آید را تحت تأثیر قرار دهد. شروع نقل قول. اینطور میتوان تصور کرد که حضور در این مراسم تأثیر پایه‌گذاری در رشد باورهای جادوگری در ذهن خردسالان دارد، چون خردسالان با شرکت در این مراسم در قالب تماشاچی و گروه سرود نکاتی را می‌آموزند. این اولین مرتبه است که خردسالان میتوانند باور خود را به نمایش بگذارند و در این مراسم است که باور آنها به شکل عمومی و در انظار همه مورد تایید و وفاق قرار می‌گیرد. ایونز پیچارد 1937 نسخه کاملتر 1976 صفحه 70 الی 71. پایان نقل قول. کنجکاوی ذاتی که به وسیله موسیقی و حرکات موزون و سایر اشکال نمایش حسی مورد تحریک قرار می‌گیرد، لاسن و مکالی 2002 می‌تواند انگیزه اولیه جهت پیوستن به گروه سرود باشد، خصوصاً چون همان گونه که بسیاری افراد اخیراً ادعا نمودند، ما تمایل ذاتی را در خود بابت تعلق به یا پیوستن به دیگران و به ویژه بزرگتران و پیشکسوتان داریم. این موضوع بخش بعدی کتاب خواهد بود. پدیده‌های دیگر در این ارتباط همان توهم عوام و شور عوام هستند که هنوز به خوبی مورد فهم قرار نگرفتند و اثرات قوی غیرقابل انکارشان در مردمانی که در قالب توده‌های جمعیت گرد هم می‌آیند و چیز جذابی به آنها داده می‌شود تا به آن واکنش نشان دهند کاملاً مشهود است. وقتی افراد خود را در داخل گروه سرود می‌یابند، انگیزه‌های دیگر مستولی می‌گردند. هر چیزی که هزینه عدم مشارکت را بالا ببرد نتیجه بخش است و اگر برخی اعضای اجتماع نه فقط سایر اعضا را به مشارکت ترغیب کنند، بلکه هزینه‌ها را به گردن کسانی بگذارند که از مشارکت سرباز زدند، پدیده‌های مذکور به خودپایداری می‌رسند. بوید و ریچاردسون 1992. آیا کسی نباید در ابتدای این پدیده بوده باشد تا کلیت موضوع را به جریان بیاندازد؟ چگونه چنین چیزی ابتدا به ساکن آغاز می‌شد اگر که افراد یا عواملی با هدف به راه‌اندازی رسومات وجود نمی‌داشتند؟ طبق معمول این پرسش نکته‌ای دال بر عدم موفقیت را در تخیل تکاملی برملا می‌سازد. البته که ممکن است افرادی به عنوان پایه‌گذار در ابتدای کار بوده باشند و در واقع در بعضی نمونه‌ها یا محتمل است و یا اثبات گردیده که رهبر یا عاملی دیگر در یک جماعت اقدام به طراحی رسوماتی با هدفی خاص نموده است، ولی در این حال شاهد بودیم که وجود چنین مؤلفی ضروری نبوده است.
حتی رسومات پرهزینه و مبسوط ذکر و تکرار دست جمعی این امکان را دارند که از دل آداب و عادتهایی بیرون بیایند که فاقد هر گونه الگوی آگاهانه بودند. پینوشت 17. ذکر و تکرار دست جمعی یک فرایند کلیدی در امر تقویت حافظه است، ولی کافی نیست. بایستی در عین حال به ویژگی‌های آنچه که بر زبان جاری می‌شود نیز توجه کرد. چون این تذکره‌ها می‌توانند طوری طراحی شده باشند که به خاطر سپردن و یادآوریشان راحت‌تر گردد. یکی از نوآوری‌های کلیدی در این زمینه تجزیه مطالب به چیزی شبیه حروف الفبا یا کوچکترین مجموعه از هنجارهای تولید است. در پیوست الف این کتاب توضیح دادم که چگونه قابل اطمینان بودن باز تولید دی به وجود تعداد معینی کد و یا ترکیبی از عناصر مرتبط است. مثلا نوعی حروف الفبا یا چیزی شبیه به آن. این نوعی دیجیتال سازی است که موجب می شود تا تغییرات و انحرافات ریز در هنگام اجرا در مرحله بعدی یا حذف و یا جذب شوند. ایده طراحی دیجیتال در عصر کامپیوتر به شهرت رسید، ولی پیاده سازی های پیش از آن به رسومات دینی، رقص ها، شعائر و خود واژگان باز می گردد. رسومات دینی قابل تجزیه به عناصر مشخص و قابل تشخیصی هستند که دن اسپربر سال 2000 نامشان را تولید انگیخته شده گذاشت. به پیوست‌های الف و پ مراجعه نمایید. هیچ دو نفری عیناً اعمال محوله در طول اجرای رسومات دینی، مثلا سلام فرستادن، رکوع یا سجده را عیناً مثل هم و شبیه سایرین انجام نمیدهند. ولی در عین حال در خصوص هر یک از اعضا بدیهی است که در حال به جا آوردن جزئیات رسومات هستند. در نتیجه این نوسانات مسئله‌ای را ایجاد نمی‌کند و دچار خودجذبی می‌گردد و سپس آنچه که به آینده منتقل می‌شود فقط اسکلت اصلی و چارچوب‌های کلی است. وقتی بچه‌ها شاهد انجام چنین حرکاتی توسط بزرگترها هستند، حال چه مراسم رقص توده مردم غیر دینی باشد یا مراسم مذهبی توده مردم دینی، که البته تمایز بین این دو در برخی فرهنگ‌ها یا اصلاً وجود ندارد و یا یافتن آن بسیار دشوار است، حروف الفبای رفتاری را می‌آموزند و با همدیگر بر سر اینکه کدامشان فلان حرکت رو به جلو چرخشی را بهتر انجام می‌دهند و یا کدامشان آوازشان با صدای بلندتری است، با همدیگر به چشم و همچشمی و رقابت می‌پردازند. و این دقیقاً همان جایی است که حجم عظیمی از اطلاعات فشرده بایستی انتقال یابد. در کامپیوتر خانگی خودتان این فشردگی از طریق مقایسه نقشه کلی بیت‌های یک صفحه پر از متن، نقشه کلی بیت‌ها هیچ تمایزی برای حروف الفبا یا انواع نقاط سیاه قائل نمی‌شود و به دقت هر تک نقطه‌ای را به نمایش می‌گذارد و فایل متنی همان صفحه قابل اندازه‌گیری است و ملاحظه خواهید نمود که دومی نسبت به اولی به مراتب کوچکتر است. اگر از فناوری‌های جدید، زبان نوشتاری و تعالی آگاهانه و عامدانه مجموعه‌ای از معیارها و قوانین گلچین شده برای انتخاب باورها و متون بهره ببریم تا قدرت طراحی نوآوری‌های گذشته را در بحث روش‌های انتقالی فاقد مؤلف تحلیل کنیم، در آن صورت اشاره به الفبایی که از مجموعه‌ای از معیارها و قوانین با هدف به یادآوری تشکیل شده است، عملی فاقد تقدم و تأخر زمانی به حساب می‌آید. و اگر بخواهیم تحلیل دیگری فاقد از تقدم و تأخر زمانی درباره روش‌های انتقالی مذکور داشته باشیم، بایستی قید کنیم که استفاده از ضرباهنگ و قافیه پردازی نیز این روش‌ها را تسهیل نمودند. منظور این که این اصطلاحات فنی بسیار بعدتر از اینکه تأثیر ویژگی‌های ایجاد شده توسط ساعتساز نابینای انتخاب فرهنگی کشف شوند، ابداع گردیدند. ضرباهنگ و قافیه پردازی به همراه نوای موسیقی برای تبدیل رشته‌های فراموش شدنی واژگان به قطعات آوایی به مانند ستون تکیه‌گاه عمل کردند. روبین 1995. حال که در بیزمانی جهت تحلیل‌های خود به سر می‌بریم، بگذارید در آن غوطه‌ور باشیم. یکی از ویژگی‌هایی که کمتر بدیهی به نظر می‌رسید لحاظ نمودن عناصر غیرقابل فهم بود. این مورد چگونه به انتقال کمک می‌کند؟
از طریق اجبار به انتقال دهندگان نسبت به انجام نقل قول مستقیم در شرایطی که اگر اجباری در کار نبود احتمالاً وسوسه به انجام نقل قول غیر مستقیم می شدند و بدین ترتیب فقط مخلص کلام را آن هم با دایره واژگان خودشان انتقال می دادند. پس در واقع این به خودی خود یک منشأ خطرناک برای جهش است. ایده مستتر در این مطلب برای همه ما در بحث روش آموزشی مرتب با آن به قدر کفایت آشنا می باشد. آموزش از روی عادت و تکرار. معمولاً عده‌ای از این روش خوششان نمی آید ولی با این وجود مؤثر است. سعی نکن این فرمول ها را بفهمی، اول حفظشان کن. اگر قادر نیستی که فرمول ها یا برخی وجوه آن را بفهمی، نیازی به پند و اندرز و راهنمایی نداری. هیچ راهی به جز از بر کردن برایت وجود ندارد و این کار به خودی خود تکیه بر ذکر و تکرار سفت و سخت و همچنین توانایی اصلاح خطاها را توسط حروف الفبا تقویت می نماید. البته ممکن است در این رخداد پندی نیز به همراه یک ویژگی دیگر تقویت کننده حافظه وجود داشته باشد. فرمول را دقیق بگو. زندگیت به آن وابسته است. اگر اسم رمز را درست بر زبان نیاوری، درب باز نمی شود. اگر به اشتباه سخن بگویی، شیطان بر تو چیره خواهد شد. ترجیع بندی را تکرار کنی که دیگر تا الان برایت آشنا به نظر می رسد. هیچ کسی مجبور نبوده که منطق این امور را درک کند یا بخواهد میزان وفاداری به اصل متن در رسوماتی که در آن شرکت می نموده را بهبود ببخشد. داستان از این قرار بوده که هر کدام از این رسومات که تصادفاً دارای ویژگی‌های مندرج بوده، از مزیت باز تولید نیرومندتری نسبت به سایر رسومات که فاقد آن ویژگی‌ها بودند برخوردار بوده است. توجه داشته باشید که موارد سازگاری و تطبیق پذیری که تا به اینجا به آنها به عنوان عناصر تأثیرگذار احتمالی در بحث بقای ادیان پرداختیم، در خصوص این موضوع که آیا ما خودمان ذی‌نفع هستیم یا خیر بی‌طرف بودند. موارد سازگاری و تطبیق پذیری در واقع ویژگی‌های یک وسیله انتقالی هستند و نه محتوای پیام انتقالی. ویژگی‌هایی که هدف از طراحی آنها حصول اطمینان از وفاداری به جزئیات محتوای انتقالی میباشد، این اصلی لازم در مبحث تکامل است، صرف نظر از اینکه آیا اصلاً آنچه که میباید خوب است همیار یا بد انگل یا که خنثی هم پرورد. به جهت حصول اطمینان فرض را بر این گذاشتیم که تکامل رسومات شفابخش کاهنان احتمالاً یک توسعه بی خطر و یا همیار بوده و نه یک عادت بد که نیاکان ما شیفته آن بوده باشند. و ضمناً این احتمال وجود دارد که پیشگویی عملاً مفید واقع شده و البته که به نظر می رسد مفید واقع نشده و به نیاکانمان کمک نموده تا در زمانهای لازم اقدام به تصمیم گیری نمایند. ولی در کل اینها همگی پرسش‌هایی باز و در هر حال عینی گرایانه هستند که راجع به هر کدامشان می توانیم در صورت اثبات مستندات بدون فرو ریختن نظریه اصلی نظر خودمان را اصلاح نماییم. و در این مقطع کسی نباید اعتراض کند که چرا هنوز لب به سخن از خوبی‌های دین نگشوده‌ایم. علتش این است که هنوز وقت رسیدگی به این موضوع فرا نرسیده است. ابتدا بایستی به شکل تمام و کمال به گزینه‌های حداقلی خود بپردازیم تا شالوده لازم برای لحاظ نمودن صحیح پرسش مد نظر فراهم بیاید. avogaboo.com